بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، کیست که اعراض بکنه از ملت ابراهیم علیه السلام، الا مگر او کسی سفیه نفسه که در حماقت یا بیعقلی زده نفس خدا. ولقد اصطفیناه، یقینا ما برگزیده بودیم ابراهیم علیه السلام فی الدنیا، در دنیا. و انه یقینا ابراهیم علیه السلام فی الاخرت، در آخرت، لمن الصالحین، خامخا از شخصیت های سردار صالح است. اذ قال له ربه، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت برش پروردگارش اسلم، تسلیم شو. قال ابراهیم علیه السلام گفت اسلمت، تسلیم استم، لرب العالمین، برای ذاتی که مالک و متصرف کل کائنات و مخلوقات است. و وصا بها، توصیه کرد، حکم محکم کرد، امر تاکیدی کرد، بها، به کلمه توحید، به عقیده توحید، ابراهیم علیه السلام، بنیه به اولادای خود، و یعقوب علیه السلام توصیه تاکیدی کرد به کلمه توحید به اولاد خود. یا بنیه، بیان یا گفتار اردو پیغمبر به اولادش چی بوده؟ ای اولاد ما، ان الله، یقینا الله متعال، اصطفى لكم الدین، برگزیده بر شما نظام، فلا تموتن، پس شما نمیری، الا مگر در حالی که و انتم مسلمون، مکمل شما تسلیم همین نظام باشی. کل عمر، تمام اجزای زندگیتان در تسلیمی دین الله تیر کنی که هر وقت مرگ سرتان بیاید شما واقعا تسلیم دین الله باشی. ام کنتم شهداء، آیا شما بودید حاضر؟ از حضر، در آن وقتی که نزدیک شد یا حاضر شد، یعقوب الموت، به یعقوب علیه السلام مرگ نزدیک شد یا اسباب مرگ حاضر شد. اذ قال، در آن وقتی که گفت لبنیه، به اولادی خود، ما تعبدون، چی چیز عبادت میکنی، من بعدی، پس از من. قالو، گفتن اولادایشان، نعبد الهک، ما عبادت میکنیم ذاتی را که تو عبادت میکردی، معبودی تو را، و اله آبائک، و معبود پدرای تو را، ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام. جدا جدا معبود بود؟ نه، اله واحدا، یک معبود، یک الله. و نحن ما له، خاص برای الله، مسلمون، تسلیم شونده استیم. تلک امتون، ای جماعتی بود، قد خلت، که یقینا پیش تیر شده، لها، برای ای جماعت، ما، ثواب یا جزای او عملی است، کسبت، که خود کمایی کردن، ولکم، برای شما، ما، جزا یا بدل او عملی است، کسبتم، که خود کمایی کردی. ولا تسألون، از شما سوال کرده نمیشه، اما در مورد آن چیزی که کانو بودن، یعملون، و انجام میدادن. و قالو، گفتن یهود و نصارا، هر کدام جدا جدا، کونو شوی هودن، یهود، و نصارا گفتن کونو شوی نصارا، نصرانی شوی، تهتدو، که هدایت یافته یا راهیاب شوی. قل، بگوی پیغمبر علیه السلام، بل ملت ابراهیم حنیفا، بلکه ما تابعداری میکنیم
روش ابراهیم علیه السلام، دین ابراهیم علیه السلام، اطور ابراهیم حنیفا در حالی که مایل به سوی حق و معرض از تمام ماسوای الله بود، استوار و استقامت گزیده بود بالای عقیده توحید، مخلص بود، پخته محکم سری عقیده توحید بود. و ما کان من المشرکین، نبود ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکا. قولو بگویه آمنا بالله، ما ایمان به الله داریم، و ما به او کتاب انزل الینا که فرستاده شده به سوی ما، و ما به او کتاب انزل الی ابراهیم که فرستاده شده یا نازل کرده شده به ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام و الاسباط و به اولاد یعقوب علیه السلام، و ما به او کتاب اوتیه که داده شده موسی به موسی علیه السلام و عیسی به عیسی علیه السلام، و ما به او کتابایی که اوتی النبیون داده شده به انبیاء علیهم السلام من ربهم، از جانب پروردگارشان، لا نفرق، ما جدایی نمیاریم در ایمان آوردن بین احد منهم، در بین هیچ کدام از این انبیاء علیهم السلام، کل گیر اکسان میپذیریم که انبیاء الله هست. و نحن له مسلمون، ما خاص برای حکم و فرمان الله تابعدار هستیم، تسلیم هستیم. فین آمنو، اگر ایمان آوردن ای یهود و نصارا بمثل ما آمنتم، با آن چیزی که شما ایمان آورده، یا ایمان به مثل ایمان شما که از دل و جان باشه، تفرقه در بینش نباشه، فقد اهتدوا، این مردم راهیاب هستند، بدون از این راهیابی ممکن نیست. و این تولوا، اگر رو میگردانن اعراض میکنن مثل ایمان شما ایمان نمیاره، فانما هم فی شقاق، یقینا این مردم در یک طرف است، در یک شق است، در جانب مقابل است. و نترسی از این مقابلش، فسیکفیک، زود است که کافی شود برای تو ای پیغمبر علیه السلام، هم در مقابل از یا الله در برابری از و به تو کافی شود، یعنی گزن بری تو رسانده نتانه. و هو السمیع، الله شنونده است فریاد و آواز و دعا را، العلیم میدانه نیت، اراده، هدف و مقصده. صبغت الله، بگوی که ما خود رنگ کردیم به رنگ الله، یا خود رنگ کنی به رنگ الله. و من احسن، و کیست خیلی بهتر من الله، از الله کرده، صبغتا، از روی رنگ کردن. رنگ الله قوی ترین رنگ است، به خاطر که وجود انسان فرا میگیره، آثارش ده وجود انسان نمایان میشه. و نحن له عابدون، و ما خاص برای الله عبادت کننده استیم. قل بگوی پیغمبر علیه السلام اتحاجوننا، آیا شما گفتگو داری که ما را مغلوب بسازی فی الله، در مورد الله متعال، و هو ربنا و ربکم، او پروردگاری ما است از شما است، دیخو مشترک شدیم. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، برای ما اعمال ماست و برای شما اعمال شماست، دیم مشترک هستیم، شما عمل داریم، ما در یک چیز ممتاز هستیم. و کدام است؟ و نحن له مخلصون، ما در تمام همین مسائل به الله خالص اخلاص داریم، یعنی همه عبادات ما خالص به الله از شما نیست. اینجا راه جدایی ما و شما آمد. ام تقولون، آیا شما میگوی این ابراهیم، یقینا ابراهیم علیه السلام، و اسماعیل علیه السلام، و اسحاق علیه السلام، و یعقوب علیه السلام، و الاسباط، اولاده و نبیری یعقوب علیه السلام، کانو بودن هودن یهود او نصارا یا نصارا. قل بگوی پیغمبر علیه السلام انتم اعلم ام الله، آیا شما خوب میدانی به دیانتی که وا بودن، یا الله خوب میدانه؟ و من ازلمو، کیست خیلی ظالم، ممن، از او کسی که کتم شهادتا، میپوشانه او شهادت را، عنده که به نزدش وجود داره، او شهادتم من الله، از جانب الله است، باز امور را میپوشانی، اظهارم نمیکنی. و ما الله، نیست الله متعال بغافل، بیخبر، عما تعملون، از آن چیزی که شما انجام میده. تلک امتون، سری آبا و اجداد افتخار نکنی، او یک جماعتی بود قد خلت که پیش تیر شده، لها برای او جماعت ما نتیجه او عمل است، کسبت که خود کمایی کرده، منفعتش برای خودشان است. ولکم ما کسبتم، از برای شما آن چیزی است که شما کمایی کرده، غم خود بخوری. ولا تسالون، از شما سوال کرده نمیشه، عما در او موردی که کانو بودن امت سابقه یعملون، عمل میکرد، از اعمال شما از وا سوال نمیشه. بیان ملت ابراهیم علیه السلام،
شخصیت ابراهیم علیه السلام و توصیه های برازنده و ارزشمند ابراهیم علیه السلام بیان شد. ابراهیم علیه السلام چی دینی داشت، چی ملت داشت. سر ملت ابراهیم علیه السلام استوار به عقیده یکتاپرستی و توحید الله متعال بود، مایل به سوی حق، از تمام ما سوا الله معرض و روگردان بود. استقامت دمی را اختیار کرده بود، هیچ متزلزل نشده بود، زندگی خود دمی را تیر کرده بود، فقط دعوت به سوی توحید الله. اکتفا تنها به یک نفر نکرده بود، از پدر گرفته تا قوم، از قوم گرفته تا دولت، و در هیچ مرحله تسلیم به نظامای طاغوتی نشده بود تا ای که در آتش انداخته شد خود او به می عقیده استوار بود. یکی از برازندگی ابراهیم علیه السلام که درس بسیار ارزشمند به ما میداد، او غمخوری اولاد و نبیره بود. هرگاه اجتماع صحیح سالم به وجود بیاد، زمان میشه که پدر باشه که اولاد خود درست تربیه بکنه. اجتماع ترکیب یافته، جور شده از خانواده ها. از او خاطر خشت اول اجتماع خانواده است. زمان خانواده اصلاح شود، از خانواده مفکوره درست داشته باشه، عقیده صحیح داشته باشه، فکر و اندیشه صاف داشته باشه، اجتماع خود به خود صفا میشه. کل مشکل از اینجاست. شما عالی درک میکنید که مسئولیت آبا، پدرها و مادرها در حق اولاد خود چقدر اهمیت داره. چیزی بیبندوباری، بدبختی، پراگندگی، معصیت و نافرمانی پیدا میشه، ای از افراد است که در رأسش پدر و مادر قرار داره. اگر اولاد خود صحیح سالم درست تربیه کنه، در بیرون ای افراد گاهی نعوذ بالله دست به معصیت و نافرمانی نمیزنه. حالی شما میدانید که پدر و مادر چقدر رول مهم در اصلاح جامعه، در از بین رفتن معصیت و جنایات چقدر رول مهم داره. هر پدر و مادری که در مورد اولاد خود ادناترین غفلت مرتکب میشه، اینطور فکر بکنه که به جهان اذیت رسانده، در جهان معصیت کرده. پدر و مادر مسئولیت داشته باشه. توصیه های ابراهیم و یعقوب علیه السلام خصوصا در صفایی و در ساختن اندیشه و فکر و عقیده بسیار مهم بود. حتی تعهد می گرفت. در وقت جان کردن ما مردم که میموریم از اولاد خود میگیم فلانی قرض مونجا باقی مانده، او را جمع کو، فلانی جای اینطور است. و در قصه ازی بودن که آینده به می خط مستقیم استوار باقی میمانه یا نمیمانه، به خاطر که دلشان آرام بگیره. وقتی از دنیا میروه این تشویش امرایش نباشه که اولاد نعوذ بالله رای انحرافی را در پیش میگیره. عالی از این آیات قرآنی اندازه کنه که چقدر در قصور و کوتاهی ما واقع شدیم و چقدر غفلت در تربیت اولادای خود کردیم. از همون خاطر بارها ما میگم که ای پدر، تو که اولادی تا به درس قرآن منع کردی، آیا توقع جنت داری؟ اگر تو مؤمن واقعی باشی، اگر تو مسلمان واقعی باشی، به الله قسم منع کردن از قرآن کریم، از درس قرآن کریم مرادف با 1000 زناست. با 1000 زنا. 1000 زنا جنایت شخصی است. یک روز توبه میکنی الله متعال قبول میکنه. اما منع کردن اولاد از درس قرآن کریم از 1000 زنا که سخت جرم بزرگ است. به خاطر که اولادی محرف تربیه میشه، عقیده فاسد پیدا میکنه، این دانه سرطان جامعه میشه، جامعه مکمل آلوده به میگه پا میشه. ای کاش که پدر و مادر این توصیه های ارزشمند ابراهیم علیه السلام درک میکرد که قرآن بر ما بازگو میکنه، قرآن بر ما بیان میکنه. ولی با تاسف کسی که با قرآن ننشسته ارزش قرآن یاد نمیفهمه، ارزش قرآن نداره. و کسی که خود به این اندیشه و فکر ملبس نباشه، این حلیه صافی عقیدوی را نداشته باشه، در غم اولاد خدام نیسته که هر رقم تربیه میشه. از او خاطر ما باز میگم و این کسیتا را بشنوانی سری پدر و مادر که پدر و مادر این را بدانی که تمام فساد و اصلاح جامعه سری رشتهش در دست تو است. توستی که امی جهان فاسد شوه، خراب شوه، یا این جهان اصلاح شوه، درست شوه. این فقط سر رشتهش در پیش توسته. چه رقم اولادی تا تربیه کرده ای، چه قسم ای را رشد دادی، نمو دادی، این مربوط تو میشه. این آیت های قرآنی برای ما این درس ها را داد. بسا اوقات تصورای غلط پیدا میشه. با او تصور غلط بسیار گپای دیگر از سرش مردم جور میکنه، دیوالا زده میشه، تهداب غلط میمونه، دیوالای غلط بنا میکنه. این دیوالای غلط سبب ازی میشه
که فساد از دیگه طرفم ناشی شود. من خود بد میکنم خو لیکن مرا کسی بد نگویه، اولاد سید هستم. مرا تو بد گفته نمیتونی، خودم خود چیزی نیستم، خو لیکن پدرها و اجدادم بسیار مردمای چی تیر شده. فکرت باشه که میسوزی، نو پشتیت میسوزه، نو پشتیت میسوزه. قرآن این تصور پندار غلطه، خطی بطلان میکشه و میگویه هر کس کل نفس بما کسبت رهینه. هر انسان، هر شخص با ما کسبه خود، به عمل کردی که انجام داده گرو است، خوب است یا بد، نتیجه امو رقم مرتب میشه. بابا و اجداد برای خود کمایی کرده، محنت کشیده، زحمت کرده، کاری خوب انجام داده، اندیشه خوب داشته، برش امو نتیجه میرسه. از شما در مورد از سوال نمیشه که پدرایتان چرا این کار کرده. شما گرو اعمال خود هستی. از پدرها سوال نمیشه که چرا اولاد اینطور کاری بد کرده، در صورتی که پدر غمخوری کرده باشه، راه مستقیم برش تصویب کرده باشه. اینجا ابراهیم و یعقوب علیهم السلام برای اولادی خود خط مستقیم استواره، خط مستقیم صاف و پاک گذاشته، حتی تعهد هم از پیش گرفته. ولی بعد از اینکه اولاد راه غلط در پیش میگیره، اینجاست که پدر مسئولیت خود ادا کرده، بری هست و پاک است، آلوده نمیشه در تمام بدبختی های اعمال ناشایسته اولاد خود. اما در صورتی که یک روز اولادی در قرآن نگذاشتی و حتی عقیده را فرا نگرفت، در انگلیسی 3 دفعه روان کردی، نگفتی که اونجا را به امن نیست، اختطاف نشوه، در پانتون روی که اختطاف نشد، در لیسه مریم چکر زد اختطاف نشد، در توی ناسی ماما رقصا کرد اختطاف نشد، در درس قرآن که موتر از خانش بالا میکنه اختطاف میشه. این دلیل شیطان ابلیس است که بری تو وضع کرده و تو را گمراه کرده. اینجا بدانی که هر ناشایسته از اولادت سر میزنه، تو قطع شریک هستی. در قبر باشی که عذابت 3 چند شوه، در قبر باشی که عذابت 10 چند شوه، به خاطر اولادت در راه غلط روان است، آلی کار غلط میکنه، بری تو امو دردش رسیده میروه. او وقت نمیرسه که تو مسئولیت ادا کرده باشی. ای آیت های قرآن کریم این بحث بر ما تکمیل کرد. تلک امتون، این جماعتی بود قد خلت لها ما کسبت، که پیش تیر شده، برای از همون چیزی بود که برای خود کسب کرده. تاییدش در قرآن کریم است و الیس للانسان الا ما سعی. برای انسان همون چیزی است که خود محنت میکنه، زحمت میکشه، کوشش میکنه. ولکم ما کسبتم، برای شما آن چیزی است که شما کسب کرده. ولا تسالون عما كانوا يعملون، از شما سوال نمیشه از آن چیزی که وا عمل کرده. اصلی مطلب دیگه است، اصلی مطلب اینطور است، ولا یسالون عما کنتم تعملون، از وا سوال نمیشه از آن چیزی که شما عمل میکنه. شما که عمل میکنه، پدرایتان شما را در راه نیک دعوت داده، عقیده و اندیشه را براتان بیان کرده، حالی که شما بنابر خواسته های شهوات، بنابر خواسته های نعوذ بالله نفسایتان، بنابر موانع و مزاحمات ما حول محیطتان که شما رای غلط در پیش میبره، از وا سوال نمیشه که چرا یا کاری غلط میکنه و مسئولیت خود ادا کرده، مسیر براتان انتخاب کرده بود. دلیل داریم، ولا تزر وازره وزر اخرى، یک نفس گناهگار گناه نفس دیگر را برداشته نمیتونه. شما به این فکر نباشه که پدرها و اجداد ما مردم خوب بودن، گناه های ما یک چیزی را بخشش کرده میتونن، نه نمیتونن. این گپ بس است. و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. تعجب در اینجاست، یهود و نصارا اردو، نه تنها که دینشان باطل، دعوت به دین باطل میده، به دین محرف، به دین ساخته شده، یعنی مختلط آمیخته شده. کدام احکامی که از طرف الله در تورات آمده یا در انجیل آمده، اصلیت و حقیقتش باقی نمانده. ملاها دستکاری کرده، برای منافع شخصی قسم قسم احکام برای خود مرتب کرده، سری غریب قانون تطبیق، اما برای آدم غنی و قدرتمند قانون تغییر شده باشه. این کارا کلش در او کتابا رخ داده. در دین ما که از بدعت سخت بر حذر داشته شده، به می خاطر است که در دین زیادت کمی پیدا نشود، دین صحیح سالم باقی بمانه. آن چیزی که الله گفته او در جای خود باقی بمانه، نظریات و آرای مردم داخل دین نشوه که ارزش حدیثه این نظری عالم بسیار پایین بیاره که با تأسف این مرض، با تأسف به شکل مذهب، به شکل پیروی تقلید داخل این دین ما شده و نظری عالم عالی از حدیث رسول الله کده بالا تراشیده میشه. حتی پذیرفتن سخن رسول الله معیارش چی است؟ معیارش است که
از زیر نظر فلان عالم تیر شده باشه. اگر از زیر نظر فلان عالم نبود ولو که گپی رسول الله قابل قبول نیسته. این نمو مشکلی است که در امتا پیدا بود امروز هم پیدا شده. ما همونطور چیغ و فریاد نمیزنیم از ناحیه مذهب پرستی، از ناحیه تقلید کورکورانه ضربه های بزرگ با پیکر اسلام رسیده و ما دیدیم که امروز مردم به جای از اینکه سنت رسول الله را عملی کنه در یک راه واحد به مذهب رسول الله، به روش رسول الله روان شود، مردم شاخ شده، پاش شده. یکی دیگر کافر گفته، یکی دیگر لعنت گفته، یکی دیگر بد گفته. در کدام سرحد رسیدیم؟ آخر همی گپ در کدام سرحد رسیده؟ یون نمو مرضی بود که در یهود و نصارا داخل شده بود. رسول الله امت خدا بر حذر بداشت از این مرض که داخل نشود. چرا که قول یک عالم از قول رسول الله که بالا مقام و منزلت برش قائل نشویم. قول یک عالم یک قول است، خطا میشه ثواب هم میشه، ثوابش میپذیریم، خطایش رد میکنیم. دین امیر میگه خو و با دین محرف خود دعوت هم میدادن. بله و قالو گفتن کونو شوی یهودن، یهود میگفت یهودی شوی تحت دو شما راهیاب میشه. نصارا میگفتن کونو نصارا، شما نصارا شوی تحت دو هدایت یافته میشه. از یک طرف دین باطل است، سند نداره سری دین بکش. وحی آسمانی است. چه رقم وحی آسمانی است؟ خود یقین داره؟ نه یهود یقین داشتن که بله کل ما آن چیزی که در کتاب ماست ای از جانب الله است، و نه نصارا یقین داشتن با وصفی که یقین هم نداره بازم طرف یزو دعوت میدی. امروز اگر مذهب قسم بده مولا را بگو تضمین کده میتونی، ما آمدم ما خیره میگم که من داخل مذهب حنفی میشم، لیکن به شرطی که مسلمان باقی بمانم، کافر نشم. من حنفی میشم، داخل مذهب حنفی میشم. خب فقط کسی مرا ضمانت کنه که تو مسلمان باقی میمانی، کافر نمیشی. کسی ضمانت میکنه؟ چرا که در مذهب حنفی دو رأی متضاد موجود است. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه کسی که قائل نباشه که الله سر عرش است او کافر است. و فتاوید میگه کسی که قائل باشه که الله سر عرش است او کافر است. هر دو نظریه را که داشته باشم من کافر هستم. اگر سر عرش الله را سر عرش قائل شم هم کافر، اگر نشم هم کافر. خیر من اینولی من که داخل مذهب حنفی توشم در دو صورت کافر میشم، مسلمان باقی نمیمانم، در بدر میشم. از او خاطر رای کتاب الله و سنت رسول الله را میگیرم که الله برام گفته الرحمن علی العرش استوا. و امی عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله است. امی عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله است. من میگم که الله سر عرش است، امو رقم که لایقشان الله است. این گپ تحقیق کنی. خب ما ضد نداریم نعوذ بالله قطعی چی، لیکن مذهب ما را، مذهب پرستی ما را در کجا رسانده، در کدام سرحد ما را رسانده. این نکات شما درک کرده نمیتونه. ایرا علما اگر علمای با انصاف باشه دنبال این مسائل بگرده، تحقیق بکنه که گپ تا کجا را میرسه و آدم تا کجا را میکشانه، بعد از او برش معلوم میشه که چطور است. اینجا دوستا میه ورقا بسیار سوالا را کرده سر ما که شما اینطور میکنی، شما اینطور میکنی. الله براتون علم نصیب کنه که یک دفعه داخل قرآن و حدیث شوی و بعد از او باز ببینه که مذهب پرستی انسان از چقدر خیر محروم کرده. یک نفر حنفی دعای قومه را یاد ندارد، دعای بین دو جلسه را یاد ندارد، دعاهای دیگه سجده و رکوع را یاد ندارد، طریقه تمام وتر خواندن پیغمبر را یاد نداره، فقط یک چیز یاد داره، یک چیز خلاص، از کل خیر محروم است. این قسم در دیگه مذاهب هم است، از خیر محروم میشی. ما خیرخواهی را میخواهیم. الحمدلله به فضل الله سبحانه و تعالی برای خیرخواهی مردم گپا را میزنیم. ما موضوع نفاق نیست، الحمدلله تفرقه بازی نیست. لعنتی الله کسی که به نفاق دامن میزنه، به تفرقه بازی دامن میزنه. لعنتی الله کسی که نعوذ بالله پول از یک جای بگیره و امچو یک حالت و وضعیت به بار بیاره. اگر الله متعال ما نعوذ بالله گماشته از کدام طرف شده باشیم و این کارا را میکنیم، الله و ما را زود بگیره، اج باقی نگذاره ما را. ما دل ما سری ملت دلسوز، این ملت خیلی متدین، این ملت دلپاک میسوزه که ملت بیبی محبتش با دین بیبی، ولیکن بجای محبت دین دشمنی با دین کل عمر تیر میکنه، کل عمر دشمنی با دین میکنه، دشمنی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. دل ما سری میسوزه. خو الحمدلله ناامید نیستیم، از الله امید داریم ان شاء الله که ملت بیدار شده، ملت بسیار هوشیار شده.
عالی گپ که میشنوه لا اقل تحقیق کنه. ما نمیگیم به همین نظری من حتما بپذیره. ما انسان هستیم، خطا میشیم. جایی که خطا شدیم بیای بگو مولیسی بینی گپ اینطور گفته ای، بس سر و چشم میپذیریم خطای خدا، معصوم خود نیستیم. لیکن دعوت ما به سوی تحقیق است. تحقیق در نظر انصاف، دور از تعصب و عناد و ضدبازی. فقط و فقط کتاب الله قرآن و حدیث پیش کنن، دیش خب مطالعه بکنه، تحقیق بکنه کدام را واقعیت داره، دنبال امازو بروه. ما میگیم فقط دنبال سند و دلیل بریم، اصل دین نمیره. میگه امی قرآن امی مسئله را بازگو کرده رایسته. این امیالی یهود میگه شما یهود شوی، نصارا میگه نصارا شوی. یهود شدن چی معنا؟ در دفتر آذری یهود لیست تا نبده، و میگه در دفتر آذری نصارا لیست بده. الله متعال چی میگه؟ کدام دین پیروی بکنیم؟ کدام روشه؟ ادعاهای شما یا آن چیزی که واقعیت و حقیقت داره؟ شخصیتی را که الله تایید میکنه ابراهیم علیه السلام که امام است، روشش او روشی است که الله میگه کی روشی است که ابراهیم علیه السلام گذاشته و شما تابعداریش بکنه. کی است که از روش ابراهیم علیه السلام اعراض بکنه؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. ما دنبالی کی بریم؟ علی قرآن بر ما میگه قل پیغمبر علیه السلام بگو بل ملت ابراهیم حنیفا. ما تابعداری میکنیم از روش ابراهیم علیه السلام. روش ابراهیم علیه السلام تثبیت شده است، تایید شده از جانب الله متعال است. این ملت یا این روش کدام است؟ حنیف. الله اکبر. از کل ما سوا الله معرض، روگردان، فقط به سوی کی؟ الله، به حق تسلیم شدن. نام دین ابراهیم علیه السلام چی بود؟ اسلام. چی؟ مکمل تسلیم شدن به دل و جان به نظام الله. الله که چیزی را روان کرده به او تسلیم شد. این نظام الله را کی تشریح کرده؟ رسول الله. هیچ کسی دیگری تشریح نکرده، هیچ کسی. طریقه ولو که تو بگویی که نماز رسول الله از دیدگاه امام ابو حنیفه، این گپ صحیح نیست. دیدگاه در نماز پیغمبر وجود نداره. دیدگاه نیست. رسول الله نماز خونده، عبادت کرده. کسی در موردی نماز رسول الله دیدگاه جور کرده نمیتونه. نماز رسول الله است، به اومد گفته، عام بیان کرده، به چوپان بیان کرده، به دیقان بیان کرده، به انجینر بیان کرده، کلگی را دید. صلو کما رأیتمونی اصلی. بخوانی نماز همون رقم که مرا دیدی که من خواندم. کجاست نمونه نماز؟ در کجاست؟ در حدیثای رسول الله صلی الله علیه و سلم مکمل ذکر. ولی چه بگیم که دیدگاه پشت دیدگاه بگردیم؟ نمیشه. سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و ما کان من المشرکین. بله، یهود و نصارام خود ابراهیمی میگفتن، میگه همین یهودیت ما ابراهیمیت است، همین نصرانیت ما ابراهیمیت است. خبر نداره که چی رقم است. و ما کان من المشرکین. نبود ابراهیم علیه السلام مشرک. او در رأس فرقه شما شرک وجود داره. کدام است؟ یکی تان عزیر ابن الله میگه، دیگه تان بگه عیسی علیه السلام ابن الله میگه. آیا اولین تضادی که ابراهیم علیه السلام داره با شرک داره، اولین مبارزش با شرک است. و ما و شما شرک در رأستان قرار داره. از همون خاطر اهل کتاب و مشرک گفته میتونید. چرا قرآن برش گفته مشرک؟ در جایی که من اهل الکتاب والمشرکین میاد، کلمه مشرکین او علم شده، نام شده، از اون خاطر مشرکینه. علایده ذکر میکنه اهل کتاب، ولکن اهل کتاب هم مشرک است. قرآن مرزی را که در بین یهودیت و نصرانیت و ملت ابراهیمی تعیین میکنه موضوع شرک است. موضوع شرک است. خب دیدی؟ موضوع شرک است. خب اگر اینجا در این امت اسلامی خود حنفی میگیری، لیکن پیری تقییم زمان میگی. خود حنفی میگیری و امیال میگی که پیر مرا میبینه. خود حنفی میگیری و امیال پیر دهیرات است، اینجا میگی که از عالم خبر داره. پیری در کابل است، تو دهیرات نانی دسترخوان پس جمع میکنی که اجازه نشده که بخوریم. نبود دمی کابل؟ امو پیر وفات نکرد؟ امو مریدایش تعالی را نمیگه که ای بابا جان ای الله هست؟ نعوذ بالله. الله اولول کده در وجود ازی. گپی بابا جان گپی انسان نیست، ای گپی الله هست. از این کده کفر بزرگ دیگه هست یا نیسته؟ به صدها و به هزارها مردم فعلا هم به می عقیده است. علمای ما کجاست؟ علمای ما چرا بیان میکنه؟ آلی یک بدبختی دیگه پیدا شده، به شماره های تلفن آیات قرآن کریم ترجمه میکنه. ای دولت اسلامی که خدا میگی اسلامیستم، تو یک روز حالات ازی را دیدی؟ تحریف در کتاب الله نمیکنه. ایماندار از کجا بیان میکنه؟
تفسیر قرآن کریم اول تفسیر قرآن به قرآن است، بعد از تفسیر قرآن به حدیث است، بعد از تفسیر قرآن به اقوال چیست؟ صحابه، بعد از تفسیر قرآن به اقوال تابعین است، بعد از تفسیر قرآن به لغت عربی که کدام معنا ذکر شده. امی تفسیر قرآن به حساب ابجد آمده، تفسیر قرآن به اعتبار اشاره و خود ساخته آمده. الحاد بزرگ، بیدینی بزرگ. شاید که از مریدایش امیال فعلا در ترجمه موجود باشه، الله هدایت کرده شانه، الله هدایت کرده شانه. اما او امیال انحراف شروع کرده. علما کجاست که در هر جنازه و منبر میبره با جز از اینکه کسی تفسیر قرآن ترجمه میکنه او را میکوبه، نامشه وهابی میمانه. تو را به الله قسم زنت سر طلاقی وهابی کی را میگه؟ اول تشریک راستی تا اما کلمه وهابی را تشریک به مردم که مردم وهابی را بشناسن که کدام اوصاف به وهابیت تو نسبت میدی؟ تو را به الله قسم غیر از رفع الیدین، غیر از آمین بالجهر، غیر از اینکه دست به سینه مانده شوه، غیر از اینکه قرائت خلف الامام شوه، غیر از اینکه به طریق رسول الله عمل شوه، امی اوصاف امی اعمال وهابیت میگی نمیگی؟ و علم پیش الله خو رفته نیستی. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. این آیتایی تو ریسک که تنها برای یهود و نصارا باشه. یهود و نصارا امروز هم این آیتا شامل میشه و شهادتی که به نزد توست از مردم پنهان کرده و مردم وهابی اینمی اعمال وهابی معرفی میکنی. و اعمال رسول الله است. در ختم تراویح یک خبیث خیسته گفته که کدام احمق 8 رکعت تراویح را خوانده. نعوذ بالله نعوذ بالله. رسول الله را احمق گفته. 8 رکعت تراویح را کی خوانده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. او عالم در سر منبر کلمه احمق استعمال میکنه. این بوتلا در اونجا خو 10 دانه مولا خو موجود است، 100 دانه صوفیا خو موجود است. این بوتلا برش نشسته است، یک نفر نخسته که از دستش بگیره که 8 رکعت خو رسول. تو مرد استی 20 رکعت ثابت که از پیغمبر. 3 شو رسول الله خوانده امرای صحابه کرام. چند رکعت خوانده؟ در 2 قاری در حدیث صحیح عمر رضی الله عنه که جمع کرده مردم در چند رکعت جمع کرده؟ 3 رکعت وتر، 8 رکعت تراویح. تراویح برش میگی، تهجد میگی، قیام لیل میگی، کلش نوافل است. چرا؟ ببینه ما در کدام سرحد رسیدیم. در سر منبر رسول الله با رسول الله کسی احمق بگوید دیگه چی باقی ماند؟ شما بگوید. این نتیجه چی است؟ بگوید مذهب خان است. این نتیجه کی است؟ نتیجه مذهب خان است. کسی که مذهب پیروی میکنه اینمی قسم بر رسول الله احمق میگه. اینجا آمده رویست شرک است. شرک بیا دیگه والی اینجا شرک نمیشه. این پیر صاحب مولا امام تسمیالی خود در سر تقریر میگه که فیض پیری ما از زندگیش کرده آلی زیاد شده. آلی فیضش از اونجا بر ما میاد، فیضش مکمل میاد بر ما. کسی که عقیده به ایگه پا داشته باشه او مسلمان باقی میمونه. خب میگه بیا مذهبی شو، اینطور شو. ما میگیم قرآن چی را بیان میکنه، ما به عقیده قرآن روان میشیم که قرآن چی بیان میکنه. ما مشرک نیستیم. اولین شعار ما است که ما مشرک نیستیم قطعا. ما صفات الله را به مخلوق ثابت کرده نمیتونیم. کسی را عالم الغیب نمیگیم، کسی را حاجت روا و مشکل کشا نمیگیم، کسی را اولاد دادنی شفا دادنی نمیگیم. او شما میگی شما در سر مناره مسجدتان است غوث الاعظم فریادرس بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی را میگی. غوث الثقلین فریادرس اردو طایفه بزرگ انس و جن شیخ عبدالقادر جیلانی را میگی. ندا و آوازتان میسته یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله گفته رویسته، یا فاطمه، یا حسین، یا ابوالفضل. در کل امور در شدائد و تکالیف بر از آواز میده. اسلام است، این دین است، توحید است؟ قطعا نیست. قولوا آمنا بالله. الله توصیه میکنه مؤمنا را چطور عقیدتان به مردم ظاهر کنه، بیان کنه. چه رقم مؤمن آدم باشه؟ ملت ابراهیم علیه السلام. در ملت ابراهیم چیست؟ روشی یا دین ابراهیم علیه السلام. قولوا بگوی آمنا بالله، ما ایمان به الله داریم، به ذات الله، به صفات الله، به تمام احکام الله متعال، به کلش ما عقیده داریم. ایمان به الله داریم. چه رقم ایمان؟ ایمانی که خالص استوار به توحید و یکتا پرستی الله است، در ربوبیت، در الوهیت، در اسما و صفات. در هیچ کدامش ما رب الله را میدانیم، کائنات فقط در اختیار الله میدانیم، شمس تبریز اختیار نمیدیم،
که آفتاب امر کنه که پایین شوه، بالا شوه، دور شوه، نزدیک شوه. اینا نمیتونیم امر این نسبت به کسی دیگه کرده نمیتونیم. رب الله است. نمیگیم که عاشقان عارفان تصرف کابل دیش است، باران میشه نمیشه، ارزانی میشه قیمتی میشه. ما میگیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن میگه برای ما. این عقیده قرآن است. عقیده قرآن شناخته. عقیده قرآنی نمیسته. ما میگیم اولاد پیدا میشه کلش در اختیار الله است. کلان میشه، مریض میشه، صحیح میشه، جور میشه، معیوب میباشه، صحتمند میباشه، عمرش زیاد میباشه، کم میباشه، کلش از جانب کیست؟ این توحید ربوبیت است. توحید ربوبیت. آقا پیر میرده ای هیچ کدام تصرفی نداره. ما میگیم کل چیز تقدیر نوشته شده. این دعا این ملا بختای ما را اعلا و بسته کده نمیتونه. توحید ربوبیت داریم. آمنا بالله. توحید الوهیت داریم. رکوع ما، سجده ما، قربانی ما، ذبح ما، دعای ما، ذکر ما، ندای ما، کلش خالص برای کیست؟ الله جل جلاله. نمیتونیم نظر حسین بکنیم، نظر سمنک بکنیم. نمیتونیم ذبح را برای پاچا بکنیم، برای حاجی بکنیم، برای عروس بکنیم. نمیتونیم. آواز به سخی صاحب و فاطمه حسین داده نمیتونیم. به الله آواز میدیم. توحید الوهیت است. قولوا آمنا بالله. بگوی که ایمان به الله داریم. ما توحید اسما و صفات قائل هستیم. قیوم صفت خاصه الله است، تنها برای الله است. با پیر قیوم زمان گفته نمیتونیم. کسی بگوید مشرک است، مشرک است، مشرک است. جدایی به تا کی ملت در تاریکی زندگی کرد؟ تمام عمر. ما میگیم حلال کننده حرام کننده الله هست. پیغمبر نمیتونه حلال و حرامه. پیغمبر بیان میتونه، حلال و حرام نمیتونه. بیان میتونه، ما ایره نمیتونیم. لیکن او پیرایی که دخترها را کمریش بسته میکنه، نکاح نکنه. الله میگه نکاح کنی، پیر صاحب میگه نکاح نکنی. باز قطعی خودش زندگی کنه، دست و پایش لغت کنه، چاپی کنه شا. این مردمی که عقل اندیشه نداره بیچاره تعالی دمی بندا نیست. زنی خدا رایی میکنه، دختری خدا رایی میکنه در پیش پیری بدبخت. حلال و حرام کی میکنه؟ مرید میگی بیا گوشت بخو. پیر صاحب سرم حرام کرده گوشت. پیر صاحب سرش حرام کرده. کفتر کی حرام کرده؟ هر جا که کبوتر است، اگر از کو است، اگر از زیارت است، کبوتر است، پرنده است، خلاص کی حرام کرده؟ حلال و حرام کی میکنه؟ حاکم تشریع کیست؟ قانون کی جور میکنه؟ الله جور میکنه. این توحید بگه. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا. عقیده داریم، ایمان داریم به مو کتابی که نازل کرده شده به سوی ما. این قرآن کریم ایمانی تفصیلی است. جز احکام قرآن به سر و چشم ما مکمل میپذیریم. چیزی احکامی که در این آمده ما میپذیریم. و ما انزل الی ابراهیم و او کتابی که نازل کرده شده به سوی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام و الاسباط اولاد یعقوب علیه السلام که پیغمبران بینش بود. و ما اوتی او کتابی که داده شده به موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و ما اوتی النبیون و پیغمبران علیهم السلام که داده شده من ربهم از جانب پروردگارشان. کل کتابا را ما قبول داریم، شما قبول ندارید. ایمانی که ما به الله دارم شما نداری، یهود و نصارا. ما ایمانی ما استوار به عقیده توحید الله، شما به شرک است. شما به شرک است. ما ایمان به قرآن داریم، شما قرآن منکر هستی. ما ایمان به کل کتابایی که بالای انبیاء علیهم السلام آمده داریم، هم به تورات هم انجیل. شما یهود انجیل و قرآن قبول نداری، کتابای سابقه را خود بگذار. نصارا تورات قرآن قبول نداری. بیایی که فرق بکنیم، واقعیت بگویم کی است که واقعا تسلیم است. کتاب از جانب الله آمده، هر کتاب کی باشه از جانب الله است، باید بپذیریم. سخن حق از امام شافعی برآمد، از امام مالک، از احمد ابن حنبل برآمد، از امام ابو حنیفه، از هر عالمی که بود ما میپذیریم. مسلک امامی است، خود تو تن از امام ابو حنیفه رحمه الله را میپذیره. سه دیگر ولو که چشم روزواره سفید روشن حق باشه روگردانی میکنی. چه رقم ایمان داشته باشیم؟ تو بگو قرآن برای ما معرفی میکنه. حق از جانب الله است، میپذیریم. از جانب الله است. من ربهم از جانب الله. سخنه که
از چین باشه، از چین هیچ نمیشناسم شه. مسلمان است، احمد است، سخن میگه لیکن سند دار از رسول الله صلی الله علیه و سلم، به سر و چشم میپذیرم. این حق میگه. مولای افغانی اگر گفت میپذیرم، مولای عربی که گفت نمیپذیرم، مولای پاکستانی نمیپذیرم. همی سلسله ها، همی تبلیغات نیست؟ همی حالی فعلا روان نیست؟ در عربستان وارد جای مردم زندگی کرده، تا حالی ردم شرک و مزخرفات است. میگه ما دیگه مولا را قبول نداریم. مولای افغانی زنگ میزنه ایجا دا پیرپرستا برش فتوا میده. الله چطور او را در جنت ببره؟ اگر توی عقیده را داشته باشی که مرکزی وحی را مکمل مردمای باطل پرست گرفته، خیر اینقدر حجا مردم میکنن کلش غلط و باطل است. همین قدر عقل خو الله بر داده، همین عقل الله از یک تعداد مردم میگیره. تعداد کتابا اگرچه در یک روایت پیغمبران علیهم السلام در یک روایت آمده در مسند احمد 1,24,000 پیغمبر. شیخ البانی صاحب حدیث صحیح هم گفته لیکن صحیح نیست، یک راوی درش ضعیف است. از او خاطر تعداد مشخصی انبیاء علیهم السلام موجود نیست، زیاد باشه یا کم. اینمی قسم کتابا بسیار کتابا داده شده به پیغمبران علیهم السلام. اوی که شهرت داره که 100 صحیفه و ای به خاطر مشهور بودنش 4 کتاب و 100 صحیفه شهرت داره، وگرنه کتابا زیاد است. لا نفرق بین احد منهم. در مورد انبیاء علیهم السلام چی نظر داریم؟ ما جدایی نمیاریم در بین یکی از پیغمبران کلش. معلمین مربین برای بشریت از جانب الله متعال میبینیم. اشخاص کامل بوده، اشخاصی بوده که الله انتخاب کرده، اهلیت و قابلیت رهبری بشریت الله برش داده بود. صنفا بود، از آدم علیه السلام شروع شده بود. آخری صنف که دنیا خیلی در مرتبه اعلای ترقی، دنیا در شگفایی عقل در تمام مسائل پیشرفته شده. مربی آخری، مربی که صنفای بالا را درس گفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تفاضل در بین انبیا وجود داره، تفاضل، یکی بالای دیگه مرتبه بالا داره. انبیا علیهم السلام در بین خود یکی بالای دیگه مرتبه داره، اما در رسالت کلشان یکسان است. یکسان از جانب الله کی هستند؟ پیغمبر است. ما در پیغمبریش هیچ تفریقه نمیاریم، کلش پیغمبری الله میدانیم، رهبری بشریت میدانیم. وظایف خود مکمل تکمیل کرده، رسالت خود تکمیل کرده. کاملترین اشخاص وقت زمانشان بود، وظیفه خود تکمیل کرده. ما موسی علیه السلام هم قبول داریم، عیسی علیه السلام، لیکن محمد رسول الله هم قبول داریم. ما جدایی نمیاریم. لیکن شما یهود و نصارا جدایی داری. موسی را قبول داری، عیسی و محمد قبول نداری. عیسی را قبول داری، موسی و محمد قبول نداری علیهم السلام. ما چون از جانب الله است، خلاص اسلام امیر میگه که هر چی از جانب الله باشه، هر کس باشه، در هر قوم باشه، خلاص بپذیر. و نحن له مسلمون. امتیاز بزرگی با این میسته. محور ما تسلیمی به الله است، محور بندگی ما تسلیمی به الله است. هر چیزی که از ناحیه الله تعیین میشه، فرمان داده میشه، بس سر و چشم میپذیریم. محور شما قومیت است، محور شما عنانیت است، عنصریت است، محور شما نژاد است. اگر پیغمبر در نژاد آمد میپذیری، اگر در نژاد دیگه آمد نمیپذیری. اگر کسی از نژاد تو بود او را تایید میکنی که نبود، نه همونطور نیست. تو یهود و نصارا باز در حق همی پیغمبرت در راه وسط استاده نشدی، آنقدر غلو کردی که او را صفات الوهیت برش دادی. صفات الوهیت امروز همینطور نیست. قماندانایی که 1000 جنایت کرده، خب پیش قومش پیغمبر است، پیش قومش پیغمبر است یا نه؟ دمی وطن شماست، مجسمایش در چوکا جور میشه، مجسمایش در چوکا جور میشه، برای قوم پیغمبر شمرده میشه، ولیکن جنایاتش بگوی نخواد در تاریخ بشریت جنایات شده باشه. محور چی است؟ بگوی شما این دین است. الهی چخ میزنیم که ما مسلمان هستیم؟ مسلمانی خیره نمیگه. مسلمان محورش تسلیمی به نظام کیست؟ الله متعال است. قرآن همینطور میگه و نحن له مسلمون. ما برای الله تسلیم شوینده است، فرمان الله را منتظر هستیم. اگر او میگه که موسی علیه السلام پیغمبر، میگیم بسر و چشم. تورات کتاب الله، میگیم بسر و چشم. عیسی علیه السلام پیغمبر، بسر و چشم. انجیل کتاب الله، بسر و چشم. محمد رسول الله پیغمبر، بسر و چشم. ولو در قومم نیست،
یک جای دیگه آمده، در منطقه ما نیست. قرآن کتاب الله بله به سر و چشم ما میپذیریم، محور ما تسلیمی به نظام الله است. این سخن امام شافعی رحمه الله گفته مطابق حدیث رسول الله است، به سر و چشم. امام مالک رحمه الله گفته به سر و چشم، احمد ابن حنبل رحمه الله گفته به سر و چشم، امام ابو حنیفه رحمه الله گفته به سر و چشم. محور ما فقط تابعداری کتاب الله و سنت رسول الله است. تو بگی نه تا که در فکتری، تا که در فابریکه امام ابو حنیفه ای وقت تیر نکرده باشه، قابل قبول نیست. محور تو چی است؟ بگو برام. اینی را مردم میگه مذهب پرستی که در بدر خاک بسر کرد ما را میگه شما تفرقه میندازی، شما تفرقه میندازی. دین پیغمبر را بگیره 4 را جور کنه. پیغمبر 1 را انتخاب کرده یا 4 را انتخاب کرده؟ تنها ما انا علیه و اصحابی گفته، یعنی که اینطور گفته که ما انا علیه و امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و احمد بن حنبل. پیدا کو یک سند برای ما که اینطور گفته باشه. کجا دعوت میدی و مردم؟ نکنی پیش الله رفته نیستیم، ملت بفهمانیم، ملت آگاه کنیم. یک حنفی بره و در یک مملکت شافعی مذهب چی کنه؟ مسئله را از کی پرسان کنه؟ یک حنفی مذهب عالم اونجا نیست، چی طور بکنه؟ یک شافعی مذهب در افغانستان بیاید، از کی پرسان کنه؟ سوال کنه. یک مالکی در منطقه حنبلی مذهب ها بره، حنبلی مذهب ها در منطقه مالکی ها بیاید، از کی پرسان کنه؟ تو بگو. از دین الله و رسول الله سوال میکنه، میگه در این مورد فیصله رسول الله چی است، پیغمبر چی رقم. نه میگه تو تراویح حنفی چی رقم است، میگه رسول الله تراویح چی رقم خوانده. اینطور برات میگه، اینطور سوال میکنه. این تنها به این نیست که یهود و نصارا را ملامت میکنیم. این بیان یهود و نصارا در اینجا برای درس ماست که در امت پیغمبر مثل یهودیت و نصرانیت واره بگوی آوازهای نژادی و انحصار طلبی و قومیت پرستی بلند نشوه، ولی با تاسف که بلند شد امروز در کدام سرحد رسیدن. فین آمنو بمثل ما آمنتم به، اگر ایمان آوردن به مثل آن چیزی که شما ایمان آورده، به مثل از این معلوم میشه ما خود که ایمان داریم به الله، به ملائک، به کتابا، به پیغمبرا، به تقدیر، به روز آخرت، به کتاب خود. از این معلوم میشه که مثل الله، مثل ملائک، مثل پیغمبر، مثل کتابتان کتاب. این خود نیست. از خاطر مفسرین اینجا معنا میکنه فین آمنو ایمانا بمثل ما آمنتم، اگر شما ایمان آورده ایمانی که به مثل ایمان از او بود. اینجا مماثلت ایمان است، مماثلت مومن بهی نیست. کدام چیزی که سر شما ایمان آورده میشه، ایمان اگر یا ایمان آوردن مثل ایمان شما، ایمان صحابه. اولین مصداق آمنتم کیست؟ خطاب برای پیغمبر و صحابه است. اولین مصداقش صحابه است. صحابه معیار برای بگه تکمیل ایمان است. فقد اهتدوا و هدایت یافته، یهود نصارا هر طایفه کی باشه زمان یا هدایت یافته میشه که ایمانشان مثل ایمان شما باشه. ایمان صحابه چی بود؟ تفرقه در بین نبود، استوار بالای عقیده توحید الله بود، سری کلی کتابای آسمانی عقیده داشتن. ایمان صحابه چی بود؟ از دل و جان بود، تو نبود در زبان باشه، در دل نباشه، در دل باشه، در زبان نباشه، در اعضا عمل نکنه، اینطور نبود. ایمان صحابه صفا، پاک، صحیح، وابسته به قوم نبود، نجات نبود. چرا؟ صهیب از روم آمده بود، سلمان از فارس، بلال از حبش، ابو لهب از داخل خانه پیغمبر بیرون شده بود. اینطور ایمان، اینی ایمان است. این وقت هدایت است. قرآن ایده گفته یک ترجمه، ایمان شما به مثل ایمان صحابه معیار است برای صحت ایمان دیگران. الله متعال یاره معیار مقرر کرده، محک مقرر کرده، طول میشه ایمانهای دیگه مردم سری صحابه. زمان ایمان مقبول میشه، الله متعال قبول میکنه که مثل ایمان صحابه باشه. چطور شده میتونه که الله صحابه را معیار برای قبولیت ایمان دیگران مقرر کنه، لیکن چوچه های یهود، فرقه های خبیث بوره بگه که کلش مرتد شده. الله اینطور مردم ها معیار مقرر میکنه که آیندهش مرتد شو. دوستی کو خیشی کو قطش، ملاسه برو قطش بشی، عزت بده، قدر بده همونطور مردم ها را که ابوبکر عمر لعن بگویا، ناصبی گفته، غاصبین گفته، عایشه را فاحشه گفته لعن بگویا. تو در پالیش نشسته باش، باز دیگهش پرزروی میکنه که اگر بره اوجا مقابله بکنه، اگر بره
یک مقابله یک نفری تو چی است؟ چی مقابله میتونی؟ تنازل کرده، محو کرده، اعتراف کرده که بله ما اعتراف شام به مبنای تقیه می باشد. تقیه طرف فریب میده، خیر و خلاص، بنیاد دینیش است. قرآن بخوانی، قرآن دوستی و دشمنی به خاطر الله میشه جزء ایمان است. جزء ایمان بدانی دوستی و دشمنی رکن ایمان است، جزء ایمان است. بخوان بعد از قرآن. ما به خاطر رضای الله به هر کس محبت داریم، به خاطر رضای الله. اگر دشمنی داریم به خاطر رضای الله، دیگه کدام چیزی نیست. فین آمنو بمثل ما آمنتم، کلمه مثل اضافه است. اگر ایمان آوردن به ما آمنتم، به او چیزایی که شما ایمان آورده، الله، ملائک، کتابا، پیغمبرا، تقدیر، روز آخرت، فقد اهتدوا، یقینا راهیاب شدن. اینی تو ایمان آوردن. دیگه مانا فین آمنو بمثل ما آمنتم به، بعضی مفسرین میگه این مثل اختار یا چلنج آوردن آیت قرآن واریس. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یک سورت بیاری. اینجا میگه فین آمنو بمثل ما آمنتم به، ایمان مؤمنا خینی رقم استوار به این چیزاست. اگر یا به مثل از ایمان آورده میتونه، مثل قرآن پیدا کنه ایمان سرش بیاره، پیدا میتونه. مثل محمد رسول الله پیغمبر پیدا کنه ایمان سرش بیاره، هستا؟ نیستا، ارده نمیتونه. اینطور کتابه، اینطور پیغمبره ندارن که نداره. خیر، بجز از این پیغمبر، بجز از این کتاب، راه هدایت دیگه مسدود و بند است، فقط منحصر دیسته. اگر وا 100 مرتبه چیخ بزنه ما یهود نصارا هستیم، نه 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 نه. از او خاطر عالی دعوت یهودیت و نصرانیت. یک تعداد مردم که در غرب بره، پس بیا میگه کلگی به طرف الله دعوت میده، وام الله را پرستش میکنه و دوڑی خور. قرآن میگه فین آمنو بمثل ما آمنتم، مثل ایمان ما فقط سری قرآن و سری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. قرآن آخری کتاب و نسخ کننده کل کتاب ها میدانیم، و محمد رسول الله را آخری پیغمبر که دیگه شریعت هیچ پیغمبر در زمان از این نمیچله. از این خاطر پیغمبر گفت لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی. اگر موسی علیه السلام زنده می بود، برش گنجایش نبود از چی؟ به جز از تابعداری ما. عیسی علیه السلام که پس پایین میشه، به کدام شریعت عمل میکنه؟ به شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یهودیت و نصرانیت امروز دین شده، نمیتونه. و این تولوا، اگر اعراض کردن، اعراض هم میکنه. چرا که محور ایمان از او قومیت است، منطقه است، نجات است. از او خاطر وا میگه مایی پیغمبری که در عرب آمده، نبوت سرش مایی را قبول نداریم، ولی وا اعراض میکنه. فاین تولوا، اگر اعراض کردن، پس شما بفهمی فانما هم فی شقاق، یقینا مردم ها همیشه یک طرف هستند، همیشه شق اختیار میکنه، نمیه متحد شوه. یهود و نصارا اولین نفاق، اولین تفرقه را یهود و نصارا بنیادش گذاشته در دنیا و اصل سرچشمش علما شد. علما اوصاف رسول الله را که در تورات آمده بود و مردم عوام تشریح نکرد کما حقو، که مردم میفهمید که بله در کتابای ما تاییدی پیغمبر شده، صفاتش موجود است. کلگی اسلام می آورد در کل دنیا امروز یک اسلام می بود. لیکن علما به خاطر منافع شخصی خود، به خاطر از اینکه دکانداریشان شروع شده بود، اوصاف پیغمبر پنهان کرد. یهود در یهودیت باقی ماند، نصرانا در نصرانیت باقی ماند، شق ماند، طرف ماند، شق ماند، جدا ماند. حالی هم اینطور است. اگر علما پنهان نکنه اوصافی که چیزی در قرآن و حدیث ذکر شده، کلشان در سر منابر بیان کنه. اگر شما 4 مذهب دیدی، 1 سال بعد که کسی خود به نام مذهب معرفی میکنه یا نمیکنه، یک کسی معرفی نمیکنه، سوال بکنید در مذهب کیستی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک مذهب حقیقت بیان شوه، ولی در سر منابر حقیقت بیان شوه، دیگه چیز باقی نمیمونه. خلی که نالی شق اختیار شده. در حدیث هست خود مذهبی ما نیست. در حدیث هست خودر بگوی در مولی سیبا بیتور برطور میگه نمیگه. بس شما درک کنی گپه، امی گپه وزنش درک کنی که در مذهب در حدیث هست خود مذهبی ما نیست. یعنی بله پیغمبری کار کرده، کاری پیغمبر ما وقتی میتونیم که مذهب اجازه داده باشه. ما یک شارع دیگه داریم، یک شارع دیگه او اجازه میده، بعد از باز ما عمل میکنیم. تا که او اجازه نده عمل نمیکنیم.
فانما هم فی شقاق، یا یقینا در یک طرف هستند، در شق هستند که در طرف شدن. خیا برای ما دردسر شد دیگه. هر روز دشمنی، هر روز تبلیغات، همه چیزها را کرده رئیس. باز آدم چی بکنه؟ آلی مسلم آواریم و شما در عقیده و خط توحید الله استوار، تابعداری کتاب الله و سنت رسول الله را میکنیم، لیکن در جانب مقابل تبلیغات شروع است. یکی یهودی معرفی میکنه، دیگه نصرانی، دیگه وهابی، دیگه مچم از کجا. اینی تبلیغات است. از تبلیغات بترسیم؟ نترسی. چرا نترسی؟ فسیکفیکهم الله، زود است که کافی شوه برای تو ای پیغمبر علیه السلام در مقابل از الله کافی است. الله این تبلیغاتشانه بر علیه خودشان دیگه سبب شهرت ما میگردانه، مردم دیگه متوجه ما میشه. تو باش که همین آدم خوبش ناسیم یک کمک چی گفته، امو طور میشه یا نمیشه؟ امو طور میشه. فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. این طور خونیسته که هر کس چیخ بزنه گپیش اثر داشته باشه. الله سمیع است. فریاد، دعا، آواز، درد بگوی، این گپار الله میشنوه، العلیم میدانه. امی آواز و چیخ زدن تو سر منبر از دلسوزی مردم است، یعنی که منافع در خطر است. ملاصق سرسایه از پیشی دست بین رفته. تا که مولوی متوکل آمده در بدر شدیم. نه ختم است، نه خیرات است، نه صدقه است، نه اسقاط کس میکنه، نه سرسایه را بر ما میده، نه پوست قربانی را بر ما میده. الله این را تباه کنه، ما را تباه کد میگه. یه چیز باقی نمانده بر ما. حالی کلگی دیگه چی میگی؟ میگه دلیل خطی آدم میگه، حدیث بر ما میگه. هی را چطور کنیم؟ مقتدی است، ما را نمیگذاره که چی کنیم. یک دره بر ما میگه که حدیث بگو، حدیث ما را حالی نمانی. خود این ملا را آرام نمانی، خصوصا این کسایی که در تلویزیون فتوا میده که وقتی مسئله را گفت بگو مولوی صاحب سند ازی دلیل زجری بگو در کجا آمده، که بیچاره را خام متوجه حدیث بسازیم. چطور؟ شیخ صاحب عبدالسلام الله مغفرت کنه شمی گفت اگر دیگه کار نکردیم همین قدر توانستیم که قرآن کریم هم در دست مخالف دادیم. قرآن کریم هم در دست چی دادیم؟ مخالف دادیم. شما هم همونطور کنید. این ملاهایی که همونطور فتواهای شکمی میده، وقتی که سوال کردی بگو مولوی صاحب، میگه الی اسقاط است و میگه در کجاست؟ در کتاب. بگو نه مولوی صاحب سند دلیل بگو، کتاب دلیل نیست. کتاب تو نوشته کرده، تو گفتی، گپی تو اعتبار نداره، دلیل بگو. که بیچارگک دیگر بگه که فتوا توبه. بگویه که چی بکنیم؟ ما خب موقع دادیم به مردم. ملاها هر چیزی که میگه هیچ کس در مقابلش نمیخیزه که همین گپ از کدام روی کدام سند و دلیل گفتی. دین چی را میگه؟ اول دین معرفی کو، بعد از او دین کتاب الله و سنت رسول است، یا دین که آرا و نظریات مردم است، یک چند عالم است. اگر از یک چند عالم نظریاتش دین است، سند بیار، سند پیش کن. صبغت الله، رنگای نژادی را چی میکنی؟ رنگای مذهبی را چی میکنه؟ رنگای قومیت را چی میکنه؟ رنگای اصلی را، رنگ اصلی را، رنگ فطری را باید آدم اختیار کنه. نصارا میگفتن چی میگفتن؟ و یک رویه دارن، روش به نام تعمید یاد میکنه. تعمید میگیره در آب زرد، طفل مثل که ما و شما خود نمیکنیم و میگیره او را چی میکنه؟ در او آب غسل برش میده، باز برش میگه که نصرانی شد. قطعی آبی زرد طفل ششتن او زردی بعد از یک چند دقیقه کلش میروه، هیچ چیز باقی نمیمانه، او ڈوڈی خور. رنگ الله، پذیرفتن دین فطری الله که در سرشت ما گذاشته. عقیده چی را؟ یکتا پرستی را. صبغت الله، لازم بگیری رنگ الله را، یا رنگ کنی خدا به رنگ الله، به دین الله خدا رنگ کنی، بپذیری دین فطری را که استوار به عقیده توحید الله است. چرا؟ این رنگ بسیار پخته رنگ است، در دنیا هم قطعت است، در قبر هم قطعت است، در پل صراط هم قطعت است، در جنت هم قطعت است. این رنگ بپذیر. این رنگ آثار داره، بسیار آثار زیبا داره. وقتی عقیده توحید اسلام پذیرفتی، آلی آثار ایمان و عقیده تو مکمل در وجودت ظاهر میشه. صابر هستی، صاحب اخلاق هستی، روش نیک داری، خیر رسانید به مردم است، دلسوزید بالای مردم است. آلی دیگه کوشش میکنی اذیت به کسی نرسانی، ضرر به کسی نرسانی، تلاش میکنی آن چیزی را به خود خوش داری و برادر مسلمان خوش داشته باشی. آلی دیگه مسئولیت شناس هستی، در جامعه طوری زندگی میکنی که کسی سرت انتقاد گرفتن نتانه. این آثار ایمان و رنگ الله است. این رنگ الله است. این رنگ الله آثار مثبت داره. آثار اگر نعوذ بالله عقیده انحرافی را، رنگای عارضی را پذیرفتی یا بسیار
اثرات منفی داره. اگر منطقه پرست شدی بس دیگه کلی چیز از دست دادی. نجات پرست شدی، قوم پرست شدی، نعوذ بالله، آلی مذهب پرست شدی، آلی دیگه بسیار بدی ها میه. چرا میه بدی ها خو میه. اگر در مصر یک نفر کشته شد اینجا تظاهرات شروع میشه، اینجا دیگه غمخوری مصری ها شروع میشه. دعا بکنی برای مصری ها. چرا؟ اخوانی است. اگر سوریه مخلوق از بین رفت، اگر فلسطین کلش تباه شد، نه نماز جنازه غایبانه شوه، نه تظاهرات شوه، فرق در بین دو خون نمیشه. هر دوش یک خون است، لیکن اینجا شده. چرا شده؟ به خاطر که رنگ الله را نگرفته، رنگ تنظیم، رنگ یک جماعت گرفت. در وطن خودت جنازه بمبارد شد، اطفال، زنا، عروسی بمبارد شد، صحنه خوشی مبدل به غم گشته. تظاهرات نیست، هیچ تظاهرات نیست، هیچ غایبانه جنازه نیست، هیچ دعا نیست. اگر یک دانه سلفی بموره، حالا فقط خود سلفی مانده باشه، حقیقت سلفیت هم نداشته باشه، باز اینجا ما تظاهرات شروع کنم، ما باز اینجا جنازه غایبانه را شروع کنم، ما باز اینجا این رنگی چی میگه؟ عارضی. این رنگای نژادی است، این رنگای تعصبی است. آثاری از آثار خوب نیست. فقط به محور اینمی میچرخه، خیر و خلاص. تو که هر قدر خدمت دین بکنی، لا اقل نمیگم که خوب آدم است. چی آدم است؟ خب لیکن کسی که در تنظیمش باشه، مازی پای خود بلندک کنه، او یک پته را 1000 پته جور میکنه. چند هزار پته؟ 1000 پته جور میکنه. میشناسی؟ بس سبغه الله. ما بار گفتیم اگر سلفیت گروپ شد، تا حزب جور شد، باز قطعا ما او را رد میکنیم. اگر سلفیت نام منهج بود، به او شیوه رفتن، به او شیوه ایمان اختیار کردن، عقیده اختیار کردن، عمل کردن، او ممدوح است، اصل دینیم است و اونمو را ما روان میشیم. اگر گروپ جور شد، باز قطعا نیستیم. چرا که باز گروپ صبغت الله نیست. باز گروپ چیست؟ بگه باز گروپ کی شد؟ حزب. او باز چی میشه؟ سلفی الله شد، سلفی پرست شد. سلفی پرست باز نمیشه. اینی وقت که به منهج سلف آدم قدم بگذاره، و مثل از نامت سلفی باشه نباشه، این اهمیت نداره. عقیدت مثل عقیده سلف، عملت مثل عمل سلف، تطبیق احکام الله را به مثل سلف تطبیق کو. اینی را میگه سلف و اینی قسم است. صبغت الله، رنگ کنی خدا برنگ الله. و من احسن من الله صبغتا، کس خیلی از الله کرده در رنگ کردن. کسی از الله که در رنگ کردن دیگه کس رنگ داده میتونه. رنگی که الله ما را مسلمان معرفی کرده، ساده. محور دین ما تسلیمی به نظام الله است. خو لیکن به نقش کی؟ رسول الله. به منهج کی؟ سلف صالح. به منهج سلف صالح است. اینی رنگ الله است. دیگر رنگا کلش عارضی است. اگر حنفی است، اگر نقشبندی است، اگر قادری است، اگر اخوان المسلمین است، اگر فلان است، کلی از یا رنگای چیست؟ عارضی است، یا زود زائل میشه یا بقام نداره. رنگ الله را اختیار کردن. و نحن له عابدون، ما خاص برای الله عبادت کننده هستیم، نمیکنیم. امروز میریم، خیرت است، وظیفه اعلا کرده خیرت است، ولی تنظیم کدام برنامه داره؟ دیدی برای برنامه تنظیم رفتی، به خاطر الله نرفتی. چنده میشه تنظیم چنده میکنه. دیگر روز یک آدم خواری غریبی بیچاره مستحق آمده برات استاد شده، 1 روپیه را نمیدی. لیکن وقتی که تنظیم صاحب اعلان میکنه، با سعی میکنی که اول لیستی میدی. محور عبادت به یک الله باشه، هر کار به خاطر الله بکن. اگر سلفی ها به خاطر ازی که فلانی سلفی است من این کار برش میکنم، باز محور عبادت یک الله نشد، باز تنظیم شد، باز اونمو مثل دیگر ها میشه هو به هو. اگر نیکی به خاطر رضای الله قدم ماندن بود، بعد از او اینمی را میگه محور. و نحن له عابدون، ما خاص برای الله عبادت کننده هستیم. کل عبادت های ما به خاطر الله است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام تحاجوننا فی الله، و میگفتن ما از شما که برتر هستیم.
دینی ما قدیمی است، کتابی ما قدیمی است، نیاکانی ما پیغمبرها تیر شده، شما قط ما مقابله میتونی؟ الله متعال میگه برش بگوی چی میگه؟ چی امتیاز داره؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام تحاجوننا، محاجه میگه یکی در مقابل دیگه حجت بیان کردن تا که او مغلوب شود و بعد از او تسلیم شود به حق. این محاجه میگه که تسلیم نشود او را مکابره و مخاصمه میگه. محاجه ای را میگه که تو دلیل تا بگو، دلیل خدا بگو که حجت قایم شود سر یک جانب. قل بگوی پیغمبر علیه السلام تحاجوننا، آیا شما گفتگو داره امرای ما دلیل گویی میکنه فی الله در مورد الله متعال؟ الله خو مشترک است در بین ما در بین شما و هو ربنا و ربکم، الله رب ما است از شما است، مالک و متصرف ما است شما است. دیگه خو کدام امتیازات نداره، رب شما است از ما است. ولنا اعمالنا، اگر شما میگه ما کارا کردیم، ما کارا داریم، ما اعمال داریم. ولنا برای ما اعمالنا اعمال ماست ولکم برای شما اعمالکم، شما اعمال داریم ما اعمال داریم. چی امتیاز داره؟ بله، نقطه جدایی آمده است. این نقطه های مشترک بود. و نحن له مخلصون، ما خاص برای الله اخلاص کنین دستیم، همه کارای ما خالص برای الله است. شما همه کارایتان یا برای نصرانیت است، خدمت نصرانیت، یا به خدمت کی؟ یهودیت است. در مدرسه درس حدیث میخوندیم، حدیث در خدمت مذهب، حدیث بگوی در خدمت کی؟ میگه این حدیث مخالف مذهب ماست، یجب تاویله، تاویل حدیث واجب است. در ظاهر نمیمانیم شه، چرا که در ظاهر خیلی رفع الیدین ثابت میشه، در ظاهر رفع الیدین ثابت میشه، خیر تاویل کنیم. این را عمر ابن دوایل دیده بود، چی خیر در آخری عمر نکرده. آسان گفت، خود کجا کدام جای ثابت است که در آخری عمر نکرده؟ اونجا خود یک حدیث میگه که رسول الله رفع الیدین میکرد حتی توفاه الله، تا ای که الله او را وفات کرد، حتی قبض الله، تا ای که الله روحش گرفت. اونجا حدیث صراحتا میگه که رسول الله تا که قبض شد کارا میکرد. ولی تو چطوری را منسوخ بگویی؟ تاویل بکنیم، تاویل بکنیم، تاویل. نه جلسه استراحت خامده، این خلاف مذهب ماست. در مذهب ما جلسه استراحت نیست. تاویل کنی حدیث چرا تاویل کنیم؟ چی رقم تاویل کنیم؟ پیغمبر علیه السلام در آخری عمر یک کمی گرنگ شده بود، زود خسته نمیتونست، از اون خاطر یک کمکی لم میشد، باز بعد از اون میخست. این را میگه خدمت مذهب کردن. و نحن له مخلصون، همه ما عبادت خالص برای الله میگردانیم، شما در خدمت مذهب قرار میدیشه. یهود و نصارا همینطور بود، تمام کارهای خود پس وابسته و یهودیت و نصرانیت میساخت. نکنیم همونطور نی. این را برای علما و طلبا میگم که در مدرسه است، در دوره های تفسیر بری، باز براتون واضح میشه ان شاء الله. کاش که یک عالم یک کمی توصیه ها بر ما میکرد، یک کمی ما را میفهماند از اول، که ما یک کمی درک میداشتیم از اول. واقعا افسوس است که عمر ما با وصفی که من زیاد عمرم در فنون تیر نشده. 6 سال من کلی درس خوانی ما شده، 6 سال، 2 سال در دوره خرد و کلان، 4 سال من فنون خواندم. همین 4 سالم من ضایع میدانم که چرا 4 سالم ضایع شد، چرا او هم در خدمت حدیث در فن حدیث تیر نشد. برو مولوی صاحب که سوال بکنی 20 سال طالبی کرده، چند سال؟ 20 سال طالبی کرده. ولی آلی که در دسترخوان بشینه بگم در حدیث سی که دعای نان آمد امو را بخوان خوردن، اگر خوانده تا نیست، گفته تا نیست، قیل قلنا. در موضوع طهارت که برسیم، وضو، کل مدرسه دوره حدیثش در مسئله وضوی لا خلاص میشه، دیگهش باز بدو است، کلش در وضو است. کی وضو این رقم است، من نزد ما این رقم است، من نزد امام شافعی رقم است. این پاک بگویم یا ناپاک بگویم؟ الله رحم بکنه. تعالی را امی گپا است، تعالی را که این بصیرت و فکر کجا میره؟ این دنیای کفر هر طرف متحد میشه، ناتو جرمش، ناتو جرمش علیه اسلام، لیکن مسلمان جرم نمیشه علیه کفر. و نحن لو ام تقولون ان ابراهیم، این ادعای بی سر و پا، ادعای بی سر و پا را میگه ابراهیم علیه السلام یهودی بود، نصرانی میگفت نه ابراهیم علیه السلام نصرانی بود. ولی این را شما بعید ندانی. خو اگر یهود و نصارا میگه پا را گفتم، یک راه داره، اگر در سری منبری تو در مسجد در پیش 100 دانه عالم
یک ملا صاحب بخیسته در سر منبر بیان میکنه، میگه او مردم خبر شوه که وقتی عیسی علیه السلام پایین میشه در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله میباشه. خب دیگه سوال کرده یک نفر از ملا صاحب سوال کرده که ملا صاحب امی ما خود در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استیم، امی پیغمبر علیه السلام در مذهب کی بود؟ وی بیعقل و هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله بود. امام ابو حنیفه رحمه الله 70 سال بعد از چی؟ بگوی وفات رسول الله پیدا شده، به دنیا آمده. این مذهب باید ما کم بگیریم. چرا؟ او مذهبی که پیش از تولدش پیغمبر در راهش روان شوه، پیغمبر این طور مذهب آدم چی نکنه از خود؟ شما بگوی، شما فیصله کنی. این طور مذهبی که تالی را پیدا نشده و پیغمبر 70 سال پیش بگوی در مذهب از او روان باشه، او طور مذهب آدم اعلا کنه؟ این طور به بدندانا ما کم بگیره، بدندانا او را چرا اعلا کنه؟ تا این اندازه را مذهب پرستی شروع شده، تا این اندازه را که رسول الله را در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله میگیره. ابراهیم علیه السلام اسی کو یهودیت اسی کو. ابراهیم علیه السلام چندین هزار سال پیش دیر شده، میگه ابراهیم علیه السلام در چی بود؟ یهودی بود. یهودیت خود نو پیدا شده بود. الله ابو خاطر میگه ام تقولون یا شما میگویی این ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و الاسباط اولاد یعقوب علیه السلام که دیگه پیغمبرا آمده، کانو بودن هودن یهود او نصارا یا نصرانیا. یا شده میتونه که پیشینا در مذهب پسینا باشه؟ پسینا خود مذهب پیشینا شده میتونه، لیکن پیشینا در مذهب پسینا شده میتونه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام انتم اعلم ام الله، آیا شما خوب علم داری یا الله؟ بری الله خوب معلوم است. الله خو میگه که ابراهیم علیه السلام ما کان یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما. ابراهیم علیه السلام خو الله میگه یک عالمی ما بازی آیت در خود میچسبانه، فهمیدی؟ آیت قرآن میگیره به خود میچسبانه، میگه فلانی نبود یهودی ولا نصری ولا وهابی. وهابی کی را میگه مولوی صاحب که تو براءت از پیش اعلان میکنی؟ اول وهابیت به مردم تشریح کو، بعد از اعلان براءت تا بکو. تا که تشریح نکردی وهابیت و ای براءت کردی، من گمان میکنم که تجدید ایمان بکو. چرا وهابیت در نظر عام مردم چیست؟ وهابیت در نظر عام مردم رفع الیدین کردنی، آمین به جر گفتنی، دستار در سینه ماندنی. کسی که تابعداری رسول الله را میکنه، اگر تو از یه اعمال براءت اعلان کردی که نیستم، از دین میبرایی. مولوی صاحب گپا را دقیق بزنی، احتیاط بکنی. یک گپ نیست، دوم دیگه گپیش هم همینطور خطا رفته. میگه بی مذهب هیچ امکان نداره زندگی. این چی ناخید مذهب نداره زندگی که داره است. سعی کنیم علمای ما باید یک کمی محتاط باشند در این مورد. بگویا گپ دقیق بزنه که مردم بفهمه برداشت مردم چه رقم است. همیشه گپ تحلیل میشه برداشت مردم از این کلمه وهابی مردم چی برداشت داره. امروز در جامعه که هر کس سوال کنی وهابی کی را برات نشان میده؟ کسی که رفع الیدین میکنه. همینطور است یا نه؟ خلاص. خیلی چطور مولوی صاحب تو وهابی را در ردیف یهودی و نصرانی قرار دادی و اعلان براءت از پیشش میکنی و ایرا نسبتش به الله میکنی؟ نعوذ بالله. که الله میگه که ابراهیم علیه السلام یهودی و نصرانی نبود، یعنی الله میگه که ما وهابی هم نیستم. چرا اینطور میکنی؟ چی نظر میدی به مردم؟ اصل معنای وهابی خود کسی منسوب به وهاب باشه، منسوب به الله باشه، آدمی خدایی، آدمی للهی. تو للهی آدم نیستی خیلی. و مولوی صاحب تو یک کمی دقیق شو، اگر معنای لغوی از این بریم نعوذ بالله از دایره اسلام میبریم. اگر در مفهومی که پیش مردم هستم تو بسیار تجدید ایمان کو. بسیار سخت است. اینجا خو الله نفی میکنه که ابراهیم علیه السلام یهودی و نصرانی نبود. از او خاطر الله دلیل الزامی بالای امی یهود و نصارا میاره. با پیغمبر میگه بگوی پیغمبر علیه السلام قل انتم اعلم ام الله، شما خیلی علم داری به دینتان، یعنی که الله. شما میگه ما ابراهیمیستیم، دروغ چرا میگی؟ ابراهیم
علیه السلام خو یهودی و نصرانی نبود. چرا که الله گفته ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما، مایل به سوی حق و مکمل تسلیم به نظام الله. او شما نی اوی گپ در کتابای تانم ذکر است، خویی گپ پنهان میکنه. برای چی؟ بگه برای تعصب مذهبی، برای تعصب قومی. برای تعصب قومی گپ پنهان میکنه، حقیقت به مردم روشن نمیکنه و میگه که رسول الله حنفی بود. رسول الله چی بود؟ حنفی بود. چرا نمیگه رسول الله در مذهب هیچ کس نبود؟ صحابه در مذهب کی بود؟ امام ابو حنیفه رحمه الله در مذهب کی بود؟ او کدام تقلید میکرد؟ و من ازلم کیست خیلی ظالم؟ اگرچه آیت در مورد یهود و نصارا است لیکن امروز بالکل مصداقش پیدا میشه. و من ازلم کیست خیلی ظالم ممن از او کسی که کتمه پنهان میکنه شهادتا شهادتا عنده که به نزدش است علم رفته قرآن خوانده حدیث خوانده. در قرآن و حدیث در قرآن الله همیشه گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قرآن برای ما گفته و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. قرآن برای ما گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قرآن برای ما گفته من اطاع الرسول فقد اطاع الله گفته. قرآنی را گفته. حدیث پیغمبر ما را گفته ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. او مولای صاحب و عالم این شهادت است به نزد توست، خوانده ایشه در قرآن در حدیث. مردم به کدام طرف دعوت میدی؟ ممن کتم شهادتا کیست خیلی ظالم از او کسی که شهادتی را که به نزد الله متعال است، شهادتی که به نزد خودش است او از جانب الله متعال است، به وحی آمده وحی بیان کرده شه او تو پنهان میکنی شه، از این که ظالم کس دیگه است. چرا پنهان کردن از این حقیقت دیگه قسم چپه میشه، واقعیت دیگه واژگون میشه، سبب گمراهی مردم میشه. یهودا و نصارا عوامشان در بدر به خاطر شدن که علمایشان واقعیتی صفات رسول الله را پنهان کرد برشان بیان نکرد. این سبب بدبختی و گمراهی و ملت شد. امروز عالم تو اگر این شهادتایی که در قرآن و حدیث وجود داره که ما پیروی چی را بکنیم سبب گمراهی مردم نمیشه چی؟ چرا مذاهب دیگر را نفرت داره؟ چرا سری عمل سنت رسول الله مردم در مسجد لط میخوره؟ از پیشاب کدم عمل ناشایسته کرده. اعرابی را پیغمبر لطکوب نمیکنه لیکن به عمل سنت شما لطکوب میکنی. یک نفر در کاغذ نوشته شاید بیا او سوالا ان شاء الله که شما که اینطور میکنی که میگی که تحریک میکنی. ما خب به خاطر تحریک میکنیم که سنت زنده شوه، مردم بفهمه که عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. و ما الله بغافل عما تعملون بس میکنه برای آدم، همین قدر بس میکنه اگر کسی بفهمه. و ما الله نیست الله متعال بغافل بخبر عما تعملون از آن چیزی که شما انجام میده. در ظاهر خدا دلسوزی مردم معرفی کو، حق گو و حق پرست معرفی کو، اما در باطن نکته دیگه داری، حسد داری، ضد داری، عناد داری. از الله پوشیده نیست، از الله پوشیده نیست، الله میبینه بس از همین قدر بر انسان. تلک امه قد خلت لها ما کسبت. باز افتخارات شروع کرده بودن به آبا و اجداد خود. ما اولادای مردم هستیم، سیسته که در بین ما خیلی مردمای خراب هم پیدا شده لیکن در اصل در نسب ما بسیار مردمای پیشرفته است. بابا و اجداد ما کی بود؟ بابا و اجداد دیگه باز چی میگه؟ بابا از این نماز در مکه میخوان سر دیوالی جا سوار میشد دوجا میرفت. بابا از این طور ایره برای ما میگه. الله میگه تلک امتون جماعتی بود قد خلت که پیش تیر شده لها ما کسبت برای جماعت همون چیزی است که خود کمایی کرده. الله پاداشش برشان میده، خوب است بد است کلش الله متعال میدانه. ولکم ما کسبتم برای خود شما آن چیزی است از خود غم بخوری. پشت از این نگر که سید استی یا آمیستی، آخوندزاده استی یا نیک میازاده استی، ایشان استی یا بگوی خوجه استی. پشت از این نگرد، گپ از این بزن چی عقیده داری و چی عمل داری، چی عقیده و عمل داری. ولا تسألون عما كانوا يعملون. از شما سوال کرده نمیشه در مورد آن چیزی که او انجام داده و از ما سوال نمیشه در مورد آن چیزی که شما انجام میده. شما که انجام میده از خودتون سوال میشه. سيقول السفهاء، سيقول زود است که بگوید السفهاء مردم بی خرد و بی عقل من الناس از بعضی مردم ما والله که چه چیز گردانیده ای مسلمانان را عن قبلتهم از قبلشان التي هم قبله کانو که بودن علیها بالای قبله استوار نماز میخواندن به او قبله. حالی چی شده که قبله را ترک کردن؟
قل بگوی پیغمبر علیه السلام لله المشرق خاص برای الله است مشرق و المغرب و مغرب یهدی هدایت میکنه الله متعال من کسی را یشاء که الله بخواه الى صراط مستقیم بسوی راه برابر و کذالک جعلناکم اینمی قسم که الله متعال میگه اینمی قسم که ما قبله را برایشان گردانیدم برای پورا کردن نعمت برای کمالشان اینمی قسم جعلناکم گردانیدم شما را امتا یک جماعت وسطا عادل لتکونو که شما باشه شهدا شاهدی دادنی علی الناس بالای دیگه امتا چرا صفت عدالت داشته باشه که شهادتتان قبول شود و یکون الرسول علیکم شهیدا باشه پیغمبر بالای شما شهیدا او هم شاهد باشه و کذالک مثل که قبله را براتان تغییر دادیم برای خیریتتان اینمی قسم جعلناکم شما را گردانیدیم امتا امت وسطا بهتر امت گردانیدیم لتکونو که شوه شهداء معلمین حق معلمین خیر بیان کننده واقعیت و حقایق علی الناس بالای مردم حقیقتا را برملا کنی یهودون سارا واری نشوه هر چیزی که در قرآن و حدیث آمده به مردم واضح شوه و یکون الرسول باشه پیغمبر علیکم بالای شما شهیدا بیان کننده حق او براتان بیان کنه شما بیان کنه و ما جعلنا القبلة نگردانیدیم قبله را التي و قبله کنت علیها که تو بالای قبله بودی پیغمبر علیه السلام الا مگر گردانیدیم لنعلم که ما جدا بسازم یا آشکارا کنم ببینم من کسی را یتبع الرسول کتابی داری پیغمبر میکنه ممن از او کسی جدا بسازم ینقلبو که باز میگرده علی عقبه با پاشنه های خود و این کانت یقینا اگرچه است لکبیرتا اگرچه است قبله گردیدن و تسلیم شدن به قبله بسیار دشوار الا مگر نیست دشوار علی الذین بالای کسانی که هدى الله برش هدایت کرده و ما کان الله نیست الله متعال لیضیع که ضایع بسازه ایمانکم نمازهای خواندگی شما را ثواب مکمل براتان میداد یا نیست الله که ضایع بسازه ایمانکم ایمان شما را بلکه ایمانتان استوار است مطابق دستوری الله شما عقیده داره ان الله یقینا الله متعال بالناس مردم بندگان خود مردم لرؤوف زیاد مهربان است ضرری گپار است پیشش دفع میکنه رحم کننده است برای نفعشان اسباب و وسایل بیشتر پیدا میکنه قد نرا تقلب وجهک یقینا ما میبینیم بار سعی کردن گردانیدن وجهک روی تا فی السماء طرف آسمان فلنولینک خام گرداننده استیم تو را قبلتن یعنی ما گرداننده استیم تو را قبلتن به جهتی که ترضاها تو خوشک بکنی خب پسند تو باشه فولی وجهک بگردان روی تا شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام و حیث ما کنتم در هر جایی که شما هستی فولو بگردانی وجوهکم روی هایتان شطره طرف بیت چیستا مسجد حرام و ان الذين یقینا کسانی که اوتوا الکتاب برشان کتاب داده شده یهود و نصارا لیعلمون خب میدانه انه که تحویل قبله الحق ثابت است واقعیت داره من ربهم از جانب پروردگارشان است لیکن از روی حسد و عناد نمیپذیره زبان اعتراض انتقاد باز کرده و ما الله نیست الله متعال بغافل بخبر اما یعملون از او کار کردگی ها از او کار شکنی هایی که مردم میکنه افواهات و تبلیغات که انجام میده الله بخبر نیست ولا این اتیت الذین اگر تو آمدن کنی به او کسانی که اوتوا الکتاب کتاب برشان داده شده بکل آیت تمام نشانه و دلایل بیاری برای حقانیت تحویل قبله ما تبعو قبلتک یا تابعداری قبله تو را نمیکنه ضدیست عنادیست یا از روی تعصب نمیپذیره این کمالات تو نمیبینه راودار به این کمالات نیست و ما انت بتابعین خود تو هم دندان از هم کنده شو از تو هم و ما انت نیستی تو بتابعین قبلت هم تابع قبلی از هم نیستی و ما بعدهم یا بین خودم خیلی زد داره نیست بعضی از یا بتابعین قبلت بعدین تابع قبلی دیگرا یا دین دیگرا اردو سیز ولا این اتبعت اهواهم اگر تو تابعداری کردی از خواهشات از یا چیزی که نفسشان خواهش کرده او را بری خود دین جور کرده و تو بری تابعداری از او را بکنی من بعد ما جاءک من العلم پس از که برد آمده علم یعنی قرآن آمده قانونی الله آمده انک اذا لمن الظالمین یقینا تو ای جمله خاص جمله کسایی هستی که از حد تجاوز کرده ای حق نشناخته ای الذين آتیناهم الکتاب کسایی را که ما کتاب دادیم مردمان خوب
یعرفونه میشناسه پیغمبر یا تحویل قبله را کما یعرفون ابناءهم مثل که اولاد خود میشناسه. و این فریقا یقینا یک جماعت منهم از همین مردم های اهل کتاب لا یکتمون الحق میپوشانه حق و هم یعلمون خب میدانه که پوشاندن حق چقدر گناه داره یا خب میدانه که تو حق هستی و قبلت حق است. الحق من ربک حق از جانب پروردگار توست یعنی تحویل قبله از جانب پروردگار است. فلا تکونن من الممترین نشوی از جمله شک کننده یا حق او را میگه که از جانب الله متعال باشه پس تو از جمله شک کننده نباشی. یهود قوم بهانگر منافق سرسخت دشمن دان آستین ضربه های بزرگ برای اسلام لیکن در زیر پرده. از امو خاطر همیشه ضربه بزرگ مسلمان از ناحیه منافقین دیده. منافق کسی را میگه که شر خدا ضرر خدا نعوذ بالله گرگی خدا در پوستی گوسفند وانمود میکنه که در رأس امروز در دنیا استعمار غرب است امریکا است. این منافق است در شعار همکاری و دوستی گرفت اسلام ریشه کن کرد مسلمانای واقعی را یکیش نماند یا شهید کرد یا در زندان برد یا آواره کرد تیپ تو پراگنده کرد حکومت اسلامی قایم نشود. به نام اسلام یک جایی که 100% قانون حاکم باشه باید موجود نباشه. این شعارشان است و همی کار میکنه. یهود مدینه همی قسم مردمای مضر برای پیغمبر علیه السلام بود. همیشه فرصت طلب بودن که یک موقع برشان میسر شود یک بهانه برای تبلیغات. در این کار دیگه اول نمره بودن. زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کرد طرف مدینه منوره در مدینه نماز طرف بیت المقدس میخوان. قبل از او کدام طرف میخوان؟ دو نظر از مفسرین وجود داره. یک نظر از مفسرین است که قبله رسول الله قبلا هم بیت المقدس بوده. در مکه طوری استاد میشد در طرف شمال استاد میشد که رویش طرف جنوب باشه و بیت المقدس هم در دمی را بیاید. به خاطری که بیت المقدس قبله انبیاء علیهم السلام است نظر به شهرت اگرچه اصل حقیقت قبله کل انبیاء علیهم السلام کعبه است. پیغمبر علیه السلام لحاظ میکرد هم کعبه را که قبله جدش است ابراهیم علیه السلام و هم قبله دیگه پیغمبرها بیت المقدس است. زمانی که مدینه رفت اونجا دیگه نمیتونست چرا که قبله در جنوب ماند مدینه در طرف چی یکیش در طرف شمال ماند دیگهش طرف جنوب ماند. از او خاطر بنابر مصلحتایی که الله پسان ذکر میکنه که اگر پیغمبر علیه السلام طرف بیت المقدس رو نمیکرد اعتراض یهود بیخی زیاد میشد هیاهوی میچسبید. خدا پیغمبر میگه و در طرف قبله پیغمبران نماز نمیخوانه. اونجا خود ذهنیت همینطور شیشته بود در بین مردم که قبله پیغمبران بیت المقدس است. امی پیش از پیش این آوازه بلند میشد موقع میسر نمیشد برای پیغمبر تا که از طرف مردم تکذیب میشد. از او خاطر روی طرف بیت المقدس گشتان. اما محبت قبله پدری از ابراهیم علیه السلام در قلبش موجود بود. بار بار تقاضای دلش بود. الله متعال مطابق تقاضای دلش بعد از 16 یا 17 ماه نماز خواندن طرف بیت المقدس حکم تحویل قبله را الله روان کرد. در این صورت نسخ یک دفعه آمده نسخ آمده چرا که قبله این طرف بیت المقدس بوده یک دفعه منسوخ شد خیر و خلاص. او نسخ هم توسط آیت قرآن آمده خیر و خلاص. دوم نظر از مفسرین است که نه پیغمبر علیه السلام در مکه طرف کعبه نماز میخواند. وقتی در مدینه رفت اینجا به خاطر رعایت که یهود اونجا حاکمیت داشتن باسواد بودن تبلیغات شده بود شهرت پیدا شده بود که قبله پیغمبرها بیت المقدس است شروع کرد طرف بیت المقدس نماز خواندن. دیگه اینجا نسخ توسط حدیث شده یعنی خودی وحی خفی بوده که پیغمبر روی خود طرف بیت المقدس کرده. بعد از چون محبت و میل رغبتش در طرف بیت الله بوده ایرا بارها آرزو میکرد الله حکم تحویل قبله روان کرد. اینجا 2 دفعه نسخ شد. یک دفعه نسخ کعبه به سوی بیت المقدس دوم دفعه نسخ بیت المقدس به سوی کعبه شد. 16 یا 17 ماه پیغمبر علیه السلام نماز خوانده. نماز پیشین بوده که وحی آمده اما پیشین خوانده شده بود. در نماز دیگر اولین نماز که طرف کعبه رسول الله خواند اون نماز دیگر بود. در مسجد ذی القبلتین هم نماز دیگر اول رسیده بود مردم در بین نماز استاد بود از این خاطر قبله را تغییر دادن. اما در مسجد قبا اول در نماز صبح رسیده
و از نماز صبح با قبله را تغییر دادن. این تغییر قبله یک غوغا را در این مدینه برپا کرد. غوغا از کجا برپا میشه؟ غوغا ایست که یهود همیشه در کمین بودن که چطور یک بهانه بر ما میسر شوه علیه پیغمبر تبلیغات خود خوب قوی بسازیم. این دیگه بهترین موقع بود برای تبلیغات ازیا. این تبلیغات ازیا بسیار سبب شک واقع شدن شک و شکوک در اذهان مردم و در دل مردم میشد، خصوصا کسانی که جدید اسلام آورده بود. این قسم تبلیغات زهراگین سخت مؤثر تمام میشه برای جلوگیری از دعوت و برای منع شدن از پیدا کردن حق، که با تاسف هو به هو امی تبلیغات عالی روان است. من براتون تشریح میکنم که امروز هم یهود فعال است و امی تبلیغات کرده رویسته مانع دعوت حق هستند و این کار میکنن. یهود که خبر شدن که پیغمبر نماز طرف کعبه خواند، یک هیاهوی شروع شد، آوازه ها را انداختن، گفت عجیب است، این چی رقم پیغمبر است، استوار سر یک عملی خود نیسته، گاهی یک طرف گاهی دیگه طرف. برو خو یا این قبله حق بود یا ناحق؟ اگر ناحق بودی قدر عمر که نماز خواند، این چطور شد؟ اگر حق بود چرا گشت؟ سوالی بود که یک تعداد مردم اذهانش مکمل متزلزل می ساخت، خصوصا کسی که جدید به اسلام آمده بود. یهودم از این تبلیغات دیگه اینطور آرامی را اختیار نکردن، اینقدر پف کردن که گپ در سرحدی رسید که قرآن سه مرتبه امر میکنه که فولوا وجوهکم شطره، به خاطر که این ترددات و شکوکی که در قلب مردم است این مکمل از بین بره، بفهمه که حکم از جانب کیست؟ الله متعال است. قرآن بر ما درس میده حرکت حق همیشه که پیدا میشه دشمنای زیاد می داشته باشه، اما دشمنا دو قسم است. دشمنی که رویاروی است، بنگ برالا در دم رویت میایه، از این خطر احساس نکن، هیچگاه از این خطر احساس نکن. در دم رویت میبره، زوریت میرسه نمیرسه، یا خود سرش میکشی یا او تو را میکشه یا تو را میکشی. بدترین دشمن دان آستین است که به لباس تو به حلیه تو آمده اما اسلام تا تخریب میکنه. از یهود و نصارا کرده، از او مردمی که دشمنی با اسلام داره، او کسایی که به حلیه اسلام به نام ملا و پیر و صوفی و شیخ آمده لیکن اسلام کرم دین جور شده و دین از بین برده، یا بسیار مضر است. مخلوقی ما علنا شما کسی را دیده در کل عمر ما و شما به نام عبدالرحمن یک نفر نصرانی اعلان شد؟ در کل عمر اوی که پنهان میره به خاطر پول پیسه کانادایی گپا، او را اکثر مردمای خوب نیسته، اینجا هم دین ندارن اونجا هم که برای دین نداره، همو طور هستن دیگه. کس شما علنی ندیده که یهودی و نصرانی شده باشه. خب به نام اسلام در داخلی اومد، بگویم مشرک به میلیون ها داریم، چی داریم؟ بلکه در 100% چقدر مردم مخلص موحد داره مطابق عقیده قرآن کریم. خودتان آمارگیری کنید که براتان واضح شود که چقدر عقیده صحیح وجود داره. چرا؟ به خاطر ازی که دشمنایی که در داخل کار کرده مردم از دین کشیده، این خیلی زیاد است. یهود شروع کردن به تبلیغات. الله متعال در مقابل این تبلیغات جوابا ارائه بکنه. دو قسم جوابا را، یکی اجمالی یکی تفصیلی. اول تسلی به پیغمبر میده. مفسرین دو نظر داره، یک تعداد قائل به است که قبل از تحویل قبله، قبل از انتقاد و اعتراض، الله به خاطر آمادگی ذهن مؤمنا این موضوع و حکم اول روان کرد تا که مسلمانا برای تبلیغات دشمن آماده باشه، زود فریب نخوره و متاثر نشوه. از او خاطر الله قبل گفت سیقول السفهاء، زود است که بگوید مردمای بی عقل بی خرد، من الناس، از بعضی از مردم. در دو نکته اشاره کرد. اول تو را مطمئن کرد که این مردمایی که اعتراض انتقاد میکنه یا بی خرد است، بی عقل است، شما او قدر احتمام برش نکنه. مردم بی عقل خیلی ارزش نده مردم بی عقل. خودش عبارت خوانده نمیتونه، باز میگه من قطعت مناظره میکنم. او خدا ارج میده، خدا موقع میده، باز دیگر از چی میگه؟ من قطع فلانی چیشته بودم مناظره کردم. خدا قدر کلام بتراشه. اینطوری مردم اهمیت دادن خوب نیسته. چرا که یا پاژاپوژی است. پاژاپوژی را دیگه تو بزرگ نساز در نظری مردم که کدام چیزی است. هیچ چیزام نیست. قرآن تسلی داد که یا احمق است. وقتی که یا احمق گفت میفهمی،
هر کسی که سری عملی پیغمبر سری عملی صحابه انتقاد میکنه قرآن او را سفها میگه. چی میگه؟ سفیه میگه. هر کسی که از ملت ابراهیم بر میگرده قرآن او را سفیه میگه، او را سفیه میگه. هر کسی که ایمانش به مثل ایمان صحابه نیست یا پاک دلی و ساده زندگی میکنه، بی آلایش، بدونی بگه نیرنگ بازی نمیکنه، در دینی خود در دوستی خود همینطور ساده و پاک زندگی میکنه و ایره نعوذ بالله بیعقلی بگه، او هم صفی است که در اولی آیتای سوره بقره بود. و چیست؟ اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. پس آلی بیعقل کدام مردم است؟ بیعقل مردم های است که زندگی بی آلایشه، ایمانی بی آلایشه، بی نیرنگه، ایره کسی بد بگویه، ای صفی. دوم کسی که سری عملی پیغمبر، سری کرداری پیغمبر، سری حکم شریعت انتقاد کنه صفی. کسی که از ملت ابراهیم علیه السلام برگرده و چی است؟ اعراض بکنه و صفی است، صفی است. باز من الناس کلی مردم نیست، بعضی از مردم است. شما نترسید. درس برای ما و شماست. زود است وقتی که در عقیده توحید الله بیایی، حالی تو را مردم غوغا میکنه، هیاهوی شروع میشه، بچه فلانی وابی شده، نترسی. این وابی گفتن برای تو کلی مردمای خوب نمیکنه، اما مردمای فاسد، مغرض، متعصب، اونمو مردمای آوازیت بلند میکنه. دوم کلی مردمان است، بعضی مردمایی که مغرض است اونمو این کار میکنه. یهود هم این رقم بودن. ما والله من قبلتهم التي، چه انتقاد داشتن؟ چی چیز برگردانیده این مردم ها را؟ التي، از قبلشان، التي همو قبله کانو علیها، که او قبله بودن. چی چیز برگردانید؟ چی علت است؟ این چه رقم پیغمبر است؟ پیغمبر در یک راه خود استوار و محکم میباشه. این خو یک ایره مانده. این اعتراض از او بود، یک اعتراض بود. خو اونجا در او طرف که میرفتن میگفتن که تو سیکو این پیغمبر اصلا تابع مردم است، تابع خواهش نفسی خود است. دلش که میخواد این طرف نماز میخونه، دلش که میخواد این پیغمبری میشه. این پیغمبری نیست. یک تعداد مسلمان‌ها را می آمدن پس کده. شما خو این قدر ما نماز خواندی، یک بود یا نه؟ ها؟ اگر حق بود خیر، چرا گشتی؟ اگر نه حق بود این قدر سالا که نماز خواندی تباه و برباد شد. حالی چطور میکنی؟ حالی بری تو میاد که خو تو رفته ای حالی موحد شده ای؟ سلفی شده ای؟ امی پیش حق بود یا نه حق؟ اگر نه حق بود خیر، پدر و اجدادت چطور شد؟ اگر حق بود خیر، چرا گشتی؟ تو بیچاره جواب برش بگو که برادر، حق دایر به تسلیمی حکم کیست؟ الله. من سابق نمیفهمیدم، ملا صاحب مرا میگفت که اینی حق است، یعنی حکم قرآن و حدیث است. حالی فهمیدم که حکم ملا صاحب بود، از قرآن و حدیث نبود. از او خاطر حالی پشت قرآن و حدیث میدوام. جواب برش بگو. الله جواب میگه اول اجمالی. قل بگوی پیامبر علیه السلام لله المشرق، خاص برای الله مشرق است، و المغرب و مغرب. جهت و قبله معتبر نیست، امر الله متعال معتبر است. هر جهت که تو رو را بگردانی امر جهت الله متعال است. قل بگوی پیامبر علیه السلام لله المشرق، خاص در اختیار الله مشرق است، و المغرب مغرب، یعنی کل جهت است. یهدی من یشاء، الله هدایت میکنه کسی را که الله بخواه، الی صراط مستقیم، برای برابر. هدایت وقتی میشه که فرمان الله برسه به هر طرف که الله حکم کرده، این مردکه هم حکم بپذیره. لیکن حکم پذیرفتن این تقسیم میشه، یکی را الله هدایت میکنه دیگر نه. یکی را که الله هدایت میکنه کسایی است که منیب است، تعصب نداره، ضد نداره، فلسفه جنگی نمیکنه، عقل جنگی نمیکنه، متوجه فرمان الله متعال است. او میگه الله این فرمان داده، اگه این طرف مرا میگه، اگه این طرف مرا میگه، اگه او طرف میگه، این طرف میگه، ما تابع فرمان الله خود هستم. او نمو آدم است که به دل و جان تسلیم به الله است، در ملت ابراهیم علیه السلام است. و نحن له مسلمون. و اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. فرمان الله را فقط میپذیره، دیگه کرم طلبی، انتقاد، اعتراض، فلسفه جنگی، عقل جنگی یاد نداره، تعصب یاد نداره. لیکن نفر دیگر الله هدایت نمیکنه. چرا؟ در دلش کینه داره، ضد داره، عقل جنگی میکنه، خدا کلان میتراشه. چرا با وسوسه های شیطانی در قلب خود جا داده، شیطان رخ نکرده رویسته، او تو آدم باز هدایت نمیشه. حالی در تحویل قبله مردم ها دو قسم شد، یکی هدایت یافته، یکی کیستن که هدایت یافته نیافتن. و کذالک جعلناکم، اینمی قسم که قبله در طرف بیت الله کردم به خاطری که قبله بابا و جدی پیغمبر علیه السلام ابراهیم علیه السلام است، به خاطری که اصل دین و ملت کیست؟ ابراهیم علیه السلام. باید قبله از ابراهیم علیه السلام باشه که خوب مشخص شوه، خوب نمایان شوه. و کذالک مثل که براتان برگزیدیم
ملت ابراهیم علیه السلام اینمی قسم جعلناکم، ما شما را جور کردیم، وسطا عادل جور کردیم. وسط به معنای عادل. در حدیث ما میطور میه لتکونوا شهدا، که شما شوی شاهد، علی الناس بالای مردم، و یکون الرسول علیکم شهیدا، باشه پیغمبر بالای شما شاهد. چرا؟ شهادت عدالت طلب داره، از او خاطر شما را امت عادل پیدا کرده. این شهادت دو قسم است، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا متعلق خود امت است. پیغمبر علیه السلام در حدیث جنازه تیر میشد، مسلمان ها گفتن بسیار خوب آدم بود، بسیار خوب آدم بود. پیغمبر علیه السلام گفت وجبت. دیگه جنازه تیر میشد، مردم ها گفتن بسیار بد آدم بود، بسیار بد آدم بود. رسول الله گفت وجبت. صحابه سوال کرد که یا رسول الله در دو جنازه گفتی وجبت؟ گفت تو را ثنای خیر گفتی، شاهدی خیر دادی، جنت برش واجب شد. شما شهداستی در روی زمین که کسی را شاهدی میده. از همون خاطر ملا میگه در سر قبر بگوی که خوب آدم بود، بدبخت. بگویی که بگوی خدا امری تو ای را گفت. خوبی از این معلوم از چی میشه؟ از کجا؟ امی تو رخام نمانده بود، خانه تو از بد تکلیف بود، از بادیگاردیش، از ساز و سرودیش، زمینی تو هم غصب کرده بود، همسایه تا هم او یک چیز برات نمانده بود، باز تو میگی قماندان صاحب خوب آدم بود. یعنی این از تای دل میگه. همون جا میگه که الحمدلله که از چیسته بگه شرش من نجات پیدا کرده. اینطوری شاهدی را نمیگه، شاهدی که به صفایی دل از عمق قلب بالا میشه، حرکت و عمل کردی از او دیده شدگی است، او شاهدی را میده. اگر در دنیا امت شاهدی بده واقعا شاهدی است، لیکن شما را الله قدر برتری داده، مقام منزلت را نمیشناسی امتی رسول الله. تمام امتهای دیگه شما شاهد هستی بالایشان. در حدیث ابی سعید خدری رضی الله عنه میاد، بخاری شریف است، در مناقب انبیا علیهم السلام، نوح علیه السلام امرای قومش مقابل میشه، رو برو میشه، الله متعال سوال میکنه نوح علیه السلام آیا ذمه‌واری ترساندی برای از یا چیزی که ما به طور مسئول ساخته بودم؟ گفت بله یا الله. قوم میگه کی رساند؟ گفت نه. نه. نوح علیه السلام الله متعال میگه شاهد داری؟ گفت بله شاهدی ما امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است که تمام داستان و واقعات ما را به امت خود پیغمبر بیان کرده. شما امت الله میکشانه اونجا، میروی شاهدی میده بالای کی؟ بالای قوم نوح علیه السلام. میگوی نوح علیه السلام ذمه‌واری خود ادا کرده، قومش در مقابلش نپذیرفته، قوم احتجاج میکنه، تظاهرات میکنه، اعتصاب میکنه، یا در زمانی ما موجود نبود، ما را ندیده، چرا شاهدی نه اکثر ما میده؟ امتی پیغمبر علیه السلام میگه یا الله بر ما کتاب تو آمده بود، توسط رسول تو بر ما بیان شده بود، گپی خودت بوده، پیغمبر او تصدیق کرده بود، ما در اونجا خوانده بودیم که انی علمت لهم و اسررت لهم. چیسته؟ نوح علیه السلام 900 سال قوم خود شب روز آشکارا پنهان خستگی ناپذیر دعوت داده. انما و انی کلما دعوتهم بگه لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استکبارا. قرآن برای ما تشریح کرده. اینطوری شد قوم. بعد از او پیغمبر علیه السلام برای تزکیه با شما پیش میشه. پیغمبر میگه بله به امت ای بیان ما کرده بودم، کتاب تو را برده بودم، شاهد جور شدی، شاهد. این مقام منزلت برای شماست. میفهمی؟ اینطور نشه که نعوذ بالله شاهد نه در جمله حیوانات خلق شویم، نعوذ بالله. این خیریت و بهتری امت تو منزلتش درک کرده یا نه؟ این بهتری امت تا که امرای توسته؟ تا وقتی که در خط مستقیمی رسول الله روان باش. عالی نه در ترجمه دومش این را براتون عالی تشریح میکنم. در خط مستقیمی رسول الله. و کذالک اینمی قسم که شما را ملت ابراهیم براتون برگزیدم، قبلش هم براتون انتخاب کردم، جعلناکم شما را گردانیدم امتا امت وسطا بهتر، چیزی وسط بهتر میگه، لتکونو که شما شوی شهداء معلمین، تعلیم دهندگان، مبلغین، رسانندگان، چی را؟ علی الناس بالای مردم، حقایق مطالب حقایق بازگو کنی به مردم، پنهان نگذاری. امتیاز شما این نیست. قرآن میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. امر بالمعروف نهی عن المنکر میکنی، شما معلمین خیر هستی، نفی مردم در نظر میگیری،
و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر بالای شما شاهد است، حقایق براتان بازگو کرده، بیان کرده، تعلیم داده، شب روز سفر حضر، در سری مرکب پیاده، یک جای نمانده که رسول الله تعلیم و تربیت نداده باشه. ما در مساجد 10 سال تیر میکنیم سوره فاتحه را ترجمه به مقتدی نمیکنیم که نماز خدا بفهمه که من در نماز الحمدلله میگم چی مطلبش است، یا که نعبدو چی مطلبش است. بگوی علما پیش کنه سند خدا، نه این آیت برای توسته. لتکونوا شهدا، که شما بیان کننده شوی حقایق. مقتدی ها را بیان کردی، توحید الله را بیان کردی. بگوی چطور وسط میشه؟ نمیشه وسط شده. اینجاست کدام تعلیماتی که پیغمبر بالای ما بیان کرده او را ما بیان کنیم. معلوم شد که تعلیم رسول الله است. تعلیم رسول الله غیر از حدیث پیغمبر دیگه چیز است؟ دیگه چیز است؟ شما بیان کننده حدیث رسول الله به مردم باشه. حدیث پیغمبر منحصر در مدرسه نشوه. در مدرسه‌ای که تنها دوری حدیث میشه، حدیث پیغمبر در هر مسجد، بگوید در هر مرکز، در هر مرکزی تعلیمی، در مکتب، در مدرسه، در کلش حدیث پیغمبر باشه. حدیث پیغمبر باشه. صحبه بکش باب طهارت، باب آداب الخلای. عن سلمان رضی الله عنه حدیث نقل کو پیغمبر علیه السلام استنجا کردن از دست راست بگوی منع کرده، روی طرف قبله بگه پشت طرف قبله منع کرده، با استخوانا به علف استنجا را منع کرده. خلاص پیغمبر حدیث بخون، زندگی تا مکمل برات بیان میکنه، هدایه را تا میکنه، هدایه را قیل قلنا نظر فلانی رقم است، نظر فلانی رقم است. حدیث صفای پیغمبر مردم نمیفهمه چی؟ کدامش سخت است؟ باب آداب الخلا را بکش و مردم بیان کو، علما خو کنی، در مساجد خو کنی، بره در مساجد کتاب مشکات سوال کنی، بخاری مسلم. مقتدی ها حتی نامش نمیشناسه که بخاری بگویی ذهنش طرف بخاری های زمستانی میره. ما اونو مسلمان هستیم، در روز قیامت از پیش ما سوال میشه. هر مسجد باید کتابای حدیث مکمل دانواری موجود باشه، 4-5 دوره تفسیر موجود باشه، کتابای مطالعه موجود باشه. دیگر ری سفید میره، یک تفسیر تا میکنه، مطالعه میکنه. شام تا خفتن میره، مردم انتظار تراویح داره، یک کتاب تا میکنه، مطالعه میکنه. بزنی پیسر در چیکم پرستی، ختم داریم، چیلی داریم، جمعی داریم، سال پورگی داریم. شما به الله چی جواب میگه؟ مساجدتان یک کتاب موجود نیسته. حالی که کتاب مشکات کار میشه، از لغمان هم برای ما نفر میگه مشکات بده مولوی صاحب، در مسجد کمپنی مشکات است. خب خریدیم ما مردکه، تو از پاکستان بخر. خریدیم. دنیا مولا در ختمای بدعتی و اجرتی که یعنی قدر ثواب نداره، این ختمایی که مردم کرده، 1-2 لک افغانی جمع میشه، در پس از جیب انداخته است به خاطر ریا. 2 لک افغانی. قرآن کریم هم یا پشتی مرا پکو کرده. خیرت است در مسجد ترجمه داریم، قرآن کریم کم است. امی بدبختا را خوب بگو، امی که به نام خیرات میکرد، ریا میکرد، سمعت میکرد، 4 دانه قرآن کریم به مسجد خریده نمیتونه. تمام روز سیاسرای خواهرای ما از اینجا دزدی کرده در بغل خود میبره. او خواهر حالی پیسه چی به؟ باز خصوصا سیاسرای پیر پیسگکای خود لوله کرده، هر کس که داده لوله کرده، زکاتای مردم میگیره، باز وقتی که بموره از صندوقچش 1 لک روپیه میبره. این دوڑای خور، نه در مدرسه دادی، نه در یتیم دادی، نه در مسکین دادی، نه خودت برای خود چیزی خریدی، نه دوا خریدی، جمع کردی. آلی سنویت قند قرید کرده میخوره. میگم دل جگر بیار که بخوریم. تک تککا از بین رفت. تککا خوب شد رفت، دیگه نمیخوره میره. ما را بیخی از خوراک مانده بود. پریزانه. یک خوشتبی بکنیم. خب نه ایره واقعیت میگم خواهرها را. همین پیچه سفیدا زکاتای مردم هم میگیره. حالی تقریبا 18,000 20,000 روپیه را کسی داشته باشه، زکات کسی را گرفته نمیتونه، به خاطری که صاحب نصاب است، سرش زکات میشه. لیکن یا که گرفته او بچه داده او داماد داده او بچه کاکا داده، جمع کرده، بازوی را در تار بسته کرده می باشه. خب لولا اینی قدر سعی میکنی که از کجا میکشه. ریش سفیدا باز چی میکنه؟ وقتی جمع کرده در پیش داماد مانده.
او را قوی میسازه کی. خب داماد خام کاش که داماد ها کدام داماد چرس زده رویست، دختریش دیگه هم لط کنه، دیگه هم از خانه بکشه، تمامی روز و شب برای از خانه برو بیادریت زنگ بزن که کاریت ندارم. این بی غیرت زن باز برش نشسته است، نمیکنه که موبایل گپش ثبت کنه، به در برای خانه پدر بشینه که حالی جرگه کنه که بیایا بگویه که خودت گفته ای او پدر نالت، تو خودت نگفتی که برای او میکشه میزنه، ای باز نشسته میباشه، باز دیگه نوشته میکنه که مرا 100 دفعه کم طلاق نداده. 100 دفعه کم طلاق نداده چرا شیشتی؟ آخرت تباه کردی، زنا کرده رویستی، نعوذ بالله. تو خو مسلمان هستی، بکش موقع اینطوری مردم آشنا بساز، بکش در پیش روی مردم که مردم دیگه ای کار نکنه. کلگی تا حالی ما یک طلاق واقعی ندیدیم هیچ جای، نه از چرسی را، نه از بنگی را، نه از شرابی را، نه از بیدینه. کمونستا امیالی نظری کمونستی داره، زن برش نشسته، به الله دشنام میده، به پیغمبر دشنام میده، به دین توهین میکنه، به نماز خودی زن توهین میکنه، حجاب تحقیر میکنه، بازی برش نشسته است. اولادکایم است، سری اولادکا در جهنم میری. اولادکا را غمشه نکو، غمی خود بخو، به خاطر که جنت برات کمایی شوه. خبرداری نه، دین بدانی. منظورم چی بود؟ منظورم می بود که مصرف نیسته، تعلیم وجود نداره، در مسجد حدیث وجود نداره، درس وجود نداره. خلاص ملاهای اجرتی را پیدا کردیم، 10 سورت یاد گرفته، شمالی لال 1000 واری برای ما میخوانه، خیر و خلاص. باز میگه مسلمان هستیم، من دین دوست دارم، مسجد دوست دارم. دروغ نگو. اولاد دوست دارم، دروغ نگو. نه درس است، نه تدریس است، نه تعلیم است، هیچ چیز هم نیست. وظیفه امت چیست؟ شناخت وظیفه تونه. شما چرا وسط شده؟ چرا خیر شده؟ چرا بهتر شده؟ لتکونوا شهداء علی الناس، که شما شوی معلمین خیر، بیان کننده حقایق و واقعیت برای مردم. من که بار بار تکرار میکنم جوانا را ذکر و اناثه که خود در صفت پیغمبر امت پیغمبر برابر کنه. صفت امت پیغمبر بیان کننده و بازگو کننده حقایق است. صحابه کلش مدرسین بود، کلش طالب بود، کلش مدرس بود، کلش هم تحصیل میکرد هم تعلیم، اردویشه هم تعلم میکرد هم تعلیم میکرد. از او خاطر رسول الله میگفت که خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است قرآن بیاموزانه به دیگه کس برسانه، وظیفه خود جور کنه. ما وظیفه جور نمیکنیم. دختری جوان ببینی 23 ساله شده در طب میخوانم. او خواهر چی میکنی در طب میخوانی؟ همین تو برو دکترک شدی، ولی دکترک چی میکنی؟ باز کلی زندگیت اختلاط با مرداسته، تباستی، آخرش منجر در گناه میشی، برو جای جهنم است، عزت و آبرویت باقی نمیمانه. معلمین خیر شو، دلسوز شو. شما خود دلی نرم داری. ما مدرسه خواهرها رو چرا اضافه میکنیم؟ اطفال خوب تربیه کرده میتونه، حوصله داره، روش خوب داره، نرمی داره. اطفال قطش بسیار درسی خوب یاد میگیره. مردا کسی کمی خشن میباشه، همینطور تیز میباشه، باز که لط میکنه، سخت لط میکنه. نه، از او خاطر ما مدارس خواهرها را زیاد کرده رویستیم و برشان میگیم صفت امت رسول الله را در خود پیدا کنی که معلمین خیر باش، برسانی. 2 دانه طفل تربیه کو، 2 دانه عقیده صحیحه برش بخون. کدام ما بقدر رمضانا تیر میشه یک درس نداریم؟ مولیای ما، دکترای ما، ملاهای ما، دعوتگرای ما از پیش سوال که در رمضان درس دارین؟ نه. چی میکنی؟ والا وظیفه نیست. کارم میکنی؟ نه کارم نمیکنی. چی میکنی؟ خو عبادت میکنی؟ نه عبادت هم نیست. کاش که عبادت هم باشه. خیر ما چی طور امتی رسول الله خود جور بکنیم؟ این خیریت حبیبی، این عزت حبیبی که الله برای ما داده لیکن ما خبر نیستیم. و کذالک جعلناکم امتا، اینمی قسم ما شما را گردانید امتی وسط. هر چیزی که در وسط باشه خیر است. خیر الامور اوسطها، بهترین امرها وسطش است. دین مقدس اسلام دین وسط است. صراط المستقیم، صراط مستقیم، راه مستقیم، راه وسط میگه، نه خالی از افراط و تفرید. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بود. پیش تشریح هم کردم براتون. دین اسلام دین وسط است در تمام جنبه هایش.
دینی وسط است، وسط. این دین امتی پیغمبر علیه السلام هم وسط است، از نگاه اقتصاد، از نگاه جا، مرکز، از نگاه زمان، از نگاه علم، از نگاه تمدن، از هر نگاه این امت وسط است. جایگاه امت مرکز دنیاست، قلب دنیاست، نقطه استراتژیک دنیا که اگر یا متحد باشه کل دنیا غلام وارد گردش میچرخه، صرف به خاطر نفتش، هیچ کاری دیگه نباشه، صرف به خاطر تجارتش. کل راه های دنیا سری تو مسلمان است، مرکز قلب دنیاستی، وسط استی، وسط. لیکن امت گرفت تفریق، جدا کرده، سوری و عراقی و مصری و ترکیه جور کرده شد، در بدر کرده شد. وسط استی، وسط. از نگاه اقتصاد نه قدر مادیات پرستی است که در حد خود، نه قدر روحانیت است که در حد خود. دین دربیانه حاکمیت داره، مکمل مردم هم دنیای خود کسب میکنه، هم دینی خود. وسط در اقتصاد است، وسط در سیاست، نه با کلی مردم قطعی رابطه، نه با کلی مردم غلامی کردن. هر چیز برای خود معیار و حدود داره. وسط در علم است، علم اترام نیستیم جامد که از هیچ کس نمیگیریم، اترام نیستیم که نه خود ببازیم، خود اینطور بکنیم که ما چیز یاد نداریم، کلی چیز غرب یاد داره. اترام نیستیم، وسط هستیم. در عبادت وسط هستیم، هم خواب میکنیم، هم روزگار دنیا را پیش میبریم، هم عبادت الله متعال میکنیم، هم اولاد تربیه میکنیم، هم لط میکنیم شب به خاطر ادب، هم نوازش میدیم که گریان کنه. وسط هستیم. تمام امور ما، تمام دین ما وسط است. یک حکم الله را، نماز، روزه، زکات، حج، کلش وسط است، در بین افراط و تفرید قرار داره. دین ما وسط است. از او خاطر ما باید راه وسط را پیش بگیریم در تمام امور، نه افراط بکنیم، نه تفرید بکنیم، نه نقصان و کمی بکنیم، نه زیاده روی بکنیم. هر چیز برای خود حد و اندازه داره. این امت خیریتش دی نمیسته. قرآن برای ما بیان میکنه، واضح بیان میکنه. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي نگردانی دیم قبله را كنت عليها که تو سرش بودی الا مگر گردانی دیم. یک حکمت و فلسفه و علتش است. کدام است؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. میدانی اول است، خطی اول است. جدا شوه کسایی که متزلزل است، ایمان پخته در قلب نداره، منافق صفت است. این اینجا خط مقرر میشه، عالی فهمیده میشه که کی به خاطر رضای الله ایمان آورده و کی به خاطر مصلحت های منطقه، مصلحت های قومی، موافقت مذهبی، موافقت نظریه سابقه، کی به او خاطر ایمان آورده، کی به خاطر الله. کسی که به خاطر الله ایمان آورده باشه او مکمل تابع رسول است. عالی ذاتر میگه لنعلم که بدانیم من یتبع الرسول. الله در هر تاریخ، در هر زمان همینطور یک حالت پیدا میکنه که کی تابعدار رسول است و کی تابعدار رسول نیست. خلاص ممن ینقلب، از کسی اینجا نعلمه تو نیست که الله بگه من بدانم. الله خدانا پیش از پیش میدانه. نعلمه به معنای لنظهره که ظاهر بسازیم، یا نتمیز جدا کنیم، معلومدار کنیم. من کسی را یتبع الرسول که تابعداری پیغمبر میکنه، یتبع الرسول تشریح میکنم. ممن از کسی که ینقلب باز میگرده علی عقبیه به پشتیهای خود، میگه نه اینطور دینه چی کنم، یک روز یک رقم است، دیگه رقم است، او طرف میره. یتبع الرسول، الله جدا میکنه تابعدار رسول و غیر تابعدار رسول. غیر تابعدار رسول کی است؟ او کسایی که تابع هوا و هوس میکنه، تابع قوم میکنه، تابع محیط میشه، تابع مسلک میشه، تابع تنظیم میشه، تابع نجات میشه، او را جدا میکنه الله متعال. امرای کسی که تابع رسول است. عالی همونطور است. الحمدلله ما و شما فقط معیار و چیزی که فاصل و جدایی میاره ما و شما را تابعداری رسول است. ما لحاظ مذهب، پدر، کاکا، ماما، ماحول، محیط، تنظیم، بگوی منطقه، زبان، جغرافیا، لهجه یارا نمی کنیم. فقط تابعداری کی را میکنیم؟ رسول الله صلی الله. این کار چرا میکنی؟ رسول الله ام کرده، خلاص بس رسول کرده. یتبع الرسول. او کسی که پیغمبر را تابعداری میکنه چی میگه؟ اتباع میگه. چی میگه؟ چرا که روی دلیل روان هستیم، بی دلیل خود روان نستیم. الله ما را گفته، قرآن گفته نه.
جدا کنم ما یتبع الرسول، کسی که تابعداری پیغمبر میکنه جدا کنم. اینی فرقا میآید، اینی امتحان است، میالی فرق میشه که کی واقعا تابع حدیث رسول الله را میشنوه، به دل و جان میپذیره، او را قابل قدر میدانه، شکری الله را میکشه که الحمدلله سنت پیغمبر عملی کردم. و کی پشت اونمو قومیت، اونمو محول و محیط، اونمو عقل جنگی، اونمو هوا و هواس، اونمو مذهب پرستی، اونمو تنظیم پرستی میره، کجا میره؟ و این کانت لکبیره، قرآن میگه چپا شدن یا گردیدن یک آدم از یک امر مألوف، از یک امری که خیلی انس الفت قطش گرفته، محبت قطش پیدا شده، از او چپا شدن خیلی دشوار است. از حنفیت طرف سلفیت آمدن گپی عادی نیست. پدر حنفی بودی لیکن الله میگه آسان است. نسخه اگر پیدا شود، نسخه خود به خود آسان میشه. و این کانت لکبیرتون، اگرچه با او قبله که یا انس الفت گرفته بود، محبت گرفته بود، باز گردیدن از او قبله که مالوف باشه، لکبیرتون خیلی دشوار و سخت است. الا نیست سخت علی الذین هدی الله، کسی را که الله هدایت کرده باشه. الله که هدایت کرده باشه منظوری نظرش فقط فرمان الله است که الله چی حکم میکنه. الله تا وقت حکم کرده بود طرف بیت المقدس، ابی دستی الله حکم میکنه طرف بیت الله. پیش ما فقط فرمان الله معتبر است. اینجا الله میگه نسخه چی است؟ اگر ما معیار ما محور ما الله پرستی باشه، چی باشه؟ الله پرستی. اما چیزی که خیلی مالوف و مانوس است، الا کده میتونیم نمیتونیم؟ الا کده میتونیم. مالوف و مانوس چطور اعلان نکنیم؟ اونجا خود دستی ما بوسه بشید، آرام زندگی کن، نه تهدید، نه دو بشنو، نه دشنام بشنو، نه گپ بشنو، نه هیاهوی، نه در تلفن برات دشنام بیا، نه برات اختار بیا که 4 دقیقه بعد انفجار سرت است، 2 دقیقه بعد ولاگه از پیشم زندگی بکنی. کم از کم 100 نفر خود زن طلاقه و قرآن خونده به او ذاتی که مرا پیدا کرده خواه اگر زنده بمانم. همینطوری برای من در تلفن ها گفته شده. چی ضرور است که خود در تکلیف پرتیم؟ چپنکی خود پیدا کو، 2 پیازه تا بزن. چی میکنی؟ خود در غم و غصه انداخته ای. لیکن الله که کسی را هدایت میکنه، این گپا از قلبشی محبت ها کلش چی میشه؟ به خاطر الله از بین میره. الله خوش شوه، الله راضی شوه، هیچ کس از پیش راضی نباشه. به بعضی ها شبهه پیدا میشد، ولی ایمانی ما در خطر شده. چرا متزلزل هستیم؟ یک دفعه یک رقم، دیگر رقم. الله میگه ایمان متزلزل نمیشه. چرا که محور تو فقط هدایت الله است. هدایت الله دیگه هم قوت پیدا میکنه. از او خاطر یک ترجمه طور میکنیم و ما کان الله نیست الله متعال لیودیه که ضایع بسازه ایمانکم توسط تحویل قبله. اینطور نیست که ایمانتان از بین رفت، ایمان دیگه هم قوت پیدا میکنه. چرا که تو نشان بندگی تا آشکارا کردی. اگر آلی خواهشت نمیخواست، را ما حول قوم نمیخواست، تنظیم نمیخواست، لیکن تو به خاطر رضای الله دشمنی کل گرفتی و تو رای الله را در پیش گرفتی. ایمان دیگه هم چی شد؟ بگوی آشکارا و پخته شد. یک. دوم اعتراض میکردن این قدر نمازا را که طرف او جا خوانده، اگر او ناقص خیلی نمازا چطور شده؟ الله جواب گفت و ما کان الله نیست الله لیودیه که ضایع بسازه ایمانکم، نمازای شما را. ذکر ایمان مراد از پیشش نماز است. اشاره میکنه که نماز جزء ایمان است. همین قدر حیثیت و مرتبه داره پیش الله، این قدر حیثیت و مرتبه داره. چطور شده میتونه که الله نماز شما را به هدر ببره؟ ان الله یقینا الله متعال هدر بردن ضایع کردن عمل کسایی میکنه که ظالم باشه، غاصب باشه، دلش نمیسوزه، شفقت نداشته باشه، مهربانی نداشته باشه. ان الله یقینا الله متعال بالناس، بالای مخلوقی خود، لرؤوف مهربان است. بندش چیز نکرده از پیشش، ضررا را دفع کرده رویست. تو که جنین بودی، طفل بودی، بندوبستی تکت یا نه؟ چطور بندوبستی تکت؟ چطور محبتی تو را در قلب مادرت انداخته بود که 4 دقیقه بعد تو را کالا میکرد که الله اینطور کو پاک کو شوی را هوا بدی ویرا. الله اینقدر رؤوف است دوری خور، تو نمیفهمی. رحیم رحم کننده است، چیزای منافع اسباب منافع تا دیگه مهیا کرده رویست. پس چطور شده میتونه که الله نمازهای شما را ضایع کنه؟ کلا قطعا نه.
قد نرى تقلب وجهك، یقینا میبینیم، قد نرى ما میبینیم، الله میگه تقلب وجهك، بار بار گردانیدن روی تو را، فی السماء طرف آسمان، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. منزلت رسول الله را میشناسی؟ پیغمبر چی مقام داره؟ الله برش میفرماید رسول الله را حالت روی دور دادن طرف آسمان که انتظار وحی داشت، به الله خوشش آمده، به الله خوشش آمده. اما حالت الله بیان میکنه که پیغمبرم این حالت تو را ما میبینم، فلنولینک، تو روی این طرف دور بودی آرزوی یک چیه بکنی و باز ما او را انجام ندم. پیغمبر اینقدر قدر و منزلت پیش الله متعال داره. فلنولینک، خامخام تو را میگردانم قبلتا به او جهتی که ترضاها، تو خوش داری. تو اینقدر قدر و منزلت پیش ما داری. الله متعال منزلت رسول الله را بیان میکنه که به کدام طرف رغبت میل قلب توست، الله او را اموتور نمیگذاره، او را به سر میرسانه. امی دستی امر نمیکنه، به این خاطر امر نمیکنه که رسول الله آماده شوه، خوشوقت شوه. پیش از پیش یک آدم میگی تو را داخله میدم در فلان جای، سند میدم، باز بعد از او سر صدا کنی که بیا. در این روزا که مردم برد میگه در عمره انشالله رایت میکنم، خب یک دفعه صدا کنه که برو تکیتی تا گرفتم، او در کالا نمیگنجی، اونجا امیتور است. فلنولینک، خامخام گرداننده استم تو را قبلتا به او جهت ترضا که تو خوش میکنی. فولی، دستی پس از او است الله فرمان داد بگردان و چه که روی شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام. مسجد حرام، مسجد حرام کدام جای است؟ اول علما اختلاف داره که مسجد تنامی کعبه را میگه یا احاطه ما حولش هم میگه. راجح قولی است که احاطه ما حولم به نام مسجد حرام یاد میشه، چی در زمان پیغمبر علیه السلام است یا چی آلی گسترش پیدا کرده دور و دراز شده. حتی بعضی قائل به است که مسجد حرام ایمانا را داره که حدود حرم خیلی زیاد است، این تا عرفات تا اوجار است، این کلش به نام حرم یاد میشه. قبله باید کجا باشه؟ شطر المسجد الحرام، جانب طرف، نه مستقیم. این مردم میگه سهولت و آسانی. الله متعال خواسته بود بندگانش طرف یک جهت نماز بخوانه و جهت تعیین که طرف مسجد حرام. از او خاطر قبله در صورتی که تو کعبه را با چشم سر میبینی باید این قدر مستقیم استاد شوی، تو یک بغل استاد نمیشی که خط مستقیم از تو برای سر کعبه تیر شو. اونجا که هر جای آدم نماز میخونه رخ به رخ کعبه استاد میشی تا که کعبه برات معلوم میشه، مصامت تو مقابل که خط مستقیم از تو برای در کعبه بخوره. زمانی که از کعبه غایب میشی آل قبله چی است؟ جهت است. از او خاطر در مورد قبله زیاد خردگیری ها نشوه. خو لیکن وقتی انسان مسجد جور میکنه خودش ابتدا نماز میخونه، مالی مطابق ساختار هتل نماز نمیخوانم، این هتل قبله نیست، آلی قبله طرف دست چپ است، دست چپ خدا مندازم، چرا مکلف هستم به این اندازه. این نقشه زمان نجیب است، این به طرف قبله جور نشده، فرق داره. از او خاطر من قبله خدا تغییر میدم. اما سابق که کدام نمازها خوانده شده مردم من نمیگم که نمازایتان نشده، چرا که جهت موجود باده، جهت هست، جهت تغییر نکرده. چرا الله دایی سهولت چی آورده؟ بصیرت صحابه را ببینی، قدرت الله متعال، نظر به گفته های تاریخی. مسجد پل خشتی را قبلش صحابه کرام وضع کرده، چرا اولین مسجدی که بنا شده در افغانستان در کابل امی بوده و ببینی که قبلش چقدر الله واره بصیرت داده بود که چه رقم قبلشان مستقیم میشه. امروز ما آلات داریم، امرای آلات جدیدی خود بازم از پیش ما قبله کج میباشه. حالی خود چقدر سهولت ها برآمده، موبایل ها برآمده، جای نماز ها برآمده، مندازی مکمل قبله خود به خود برات مشخص میشه. دمی طور حالت بری که مسجد انداخته کج. این مسلمانی قدر بی‌اعتنایی میکنه، چرا اینطور میکنه؟ و حیث ما کنتم، در جایی که شما هستی، فولوا وجوهکم. الله متعال آلی حکم عاملان میکنه. این حکم تنها در مدینه منوره نیست بلکه خارج مدینه منوره در هر جا در هر مقام که هستی. و حیث ما کنتم، هر جایی که شما هستی، فولوا بگردانه وجوهکم، رویایتان شطره طرفی امو مسجد حرام. اعتراضا گم نمیشه.
و این الذین اوتوا الکتاب، الله متعال میگه یقینا کسانی که برشان کتاب داده شده یهود و نصارا. کلمه اوتو که می آمد اونجا حتما بدی است، او مردمی غلط است. آتینا معلوم که می آمد اونجا خوبی است. کسانی که داده شده برشان کتاب، لا یعلمون، خب میدانند انه الحق، که نمی تحویل قبله بالکل واقعیت داره، راست است، من ربهم، از جانب پروردگارشان، در کتابایشان ذکر شده، میفهمه، لیکن زبان انتقاد، اعتراض، تبلیغات بند نمیکنه. چرا؟ منظوری از یا فقط شکا و شکوکات در دل مردم انداخته رایسته، آرام نمیشینه. و ما الله بغافل عما یعملون، الله میگه نیست الله بیخبر از آن چیزی که یا انجام میده. مولای صاحبای ما کدام دعوتایی که ما میدیم به الله قسم، وقتی که رجوع به کتاب بکنه حقانیتی گپاره بالکل میفهمه، بالکل میدانه، لیکن میگه سابق نگفتیم ولی ما شرمندگی برام پیدا میشه. سابق نگفتیم ولی مجبور هستم که از او رای باطل خود چی کنم؟ دفاع بکنم. سابق نگفته بیچاره، اینطور کرده. ولئن اتیت الذین، الله تعصبی از یار ناد و ضد یهود و نصارا را الله بر ما بیان میکنه. یا مردمی متعصب است، یهود حتی طرف یهودیت دعوت نمیده کسی. چرا که بگه یهود فقط کسی که در نسل یهودی باشه اونو امتیاز داره. آدم عارضی از دیگه قوما که بیایه او یهودی شده نمیتونه. از او خاطر یهود به دین خود دعوت نمیده، نصارا دعوت میده. شبکه های تبشیری که برش میگه، تنصیری برش میگه، انجیلا را توزیع میکنه، یا دعوت ها داره، یهود نداره. خدا یک قدر بالا میتراشه. الله متعال انحصار طلبی از یاره، نجات پرستی از یاره بر ما بیان میکنه. ولئن اتیت الذین، اگر تو آمدن کنی به او کسانی که اوتوا الکتاب داده شده کتاب، بکل آیت، تمام دلایل واضح ما تبعوا قبلتک، تابعداری قبله تو نمیکنه، یعنی دینی تو را تابعداری نمیکنه. تعبیر از دین به قبله شده. به کدام جهت که تو نماز میخونی یا نمیخونه، ضد داره، عناد داره، یا متعصب بستن. یا اینطور نیست که نادان هستن که تا پیروی نمیکنه، نه، ضد و عناد داره. وگرنه گپی قدر واضح است که هیچ پرسان نکن. شما میفهمی میگه پاره، مولا نمیفهمه. اوی که دوری حدیث کرده، ترجمه قرآن کرده، شما اینجا میفهم. یک روز در یک روز سریتان خلاص میشه که پیروی از چی شوه. مولا نمیفهمه، میفهمه، لیکن حسد داره، عناد و ضد داره. خوب قبلتک، از دین تعبیر به قبله کرد. یک موضوع را مردم بیان میکنه، میگه کسی که در طرف قبله ما نماز نمیخونه ما کافر برش نمیگیم. و این قول امام ابو حنیفه رحمه الله است. نه، معنای از این قول بفهم. اینطور نیست که کسی طرف قبله ما نماز میخونه خلاص کلگی اگر هر کار میکنه او را ما کافر گفته نمیتونیم. کسی که طرف قبله ما نماز میخونه و یکی از ضروریات دین منکر نباشه، یکی از ضروریات دین منکر نباشه. اگر یکی از ضروریات دین منکر باشه، ضروریات دین کدام است؟ قرآن ناقص میدانه، صحابه را مرتد میگه، کافر میگه، عایشه ها را فاحشه میگه. این ضروریات دین است. ولو که طرف قبله تام نماز میخونه و کافر است. از این مطلب غلط استفاده مردم نکنن. ایمان تنها ایره نمیگه که روی طرف قبله که دیگه باقی ماندی. و ما انت بتابعین قبلتهم، الله خود خبر از وا داد که وا تابع نمیشه، خود لیکن پیغمبر علیه السلام تنبیه داد. این تنبیه برای ما بود. این مردم ها یهود و نصارا تابع ما نمیشه، لیکن ما و شما را الله متعال گفت که شما تابع از وا نشوید. تم توقعی از وا دندانش بکشی از دهنتون که دیگه تم توقع نکنه که شما تابع از وا میشه. الله برای پیغمبر میگه و ما انت بتابعین، تو نیستی تابع شوینده قبلتهم، از دینشان، از قبلشان. قبله نصارا در جانب چی بود؟ جانب شرق که به نام بیت اللحم میاد میکنه. قبله یهود صخره بیت المقدس بود. حالان که یاد ادعا داشتن که کلی پیغمبران قبلش بیت المقدس بوده، اما مسجد صالح علیه السلام که آثارش باقی مانده سابق او طوری جور شده که هم بیت المقدس دادمی روش میاد هم بیت الله. از او خاطر راجع قولی است که قبله اولادی ابراهیم علیه السلام کعبه بوده. بعد از او چیزی از انبیا طرف بیت المقدس نماز خوانده. اینطور نیست که مطلقاً قبله انبیا بیت المقدس باشه مکمل، اینطور نیست.
و ما بعضهم بتابعین قبلة بعض. یا مردم این قدر ضدی و انادی است که بین خود هم ده بین خود یکی به دیگه تسلیم نیسته، یکی دیگه پیروی نمیکنه. این به اساس عناد و ضدشان است. ولا ان اتبعت اهواءهم، اگر تو تابعداری کردی، در تو را میگم دیوال تو بشنو. چرای تو رو میگم؟ هوازا زیاد است، تبلیغات زیاد است، آدم زود متاثر میشه. این قدر غوغاست، این قدر غوغاست. مثل که آلی الله وهابی اینطور است، وهابی از اسرائیل تمویل میشه، وهابی اینطور میکنه، اینطور میکنه، اینطور میکنه. الله متعال شکوکی که وسوسه که از طریق شیطان برای قلب مردم پیدا میشه او را زایل میکنه. با پیغمبر خطاب میکنه لیکن میشنوانه امت که امت نعوذ بالله دوچاری وسوسه نشود. ولا ان اتبعت اهواءهم، اگر تو تابعداری کردی پیغمبر علیه السلام، اهواءهم از خواهشات از و خود دین و نظام با سند و با دلیل نداره، نظریات و آرای چندان ملاهایشان است، میری نظریات از را میپذیری. من بعد ما جاءك من العلم، پس از اینکه آمده برات علم، قرآن حدیث آمده، وحی الله آمده، وحی الله تاکید میکنه که قبله اینی طرف است، تو باز نظریات از را بپذیری. انک یقینا اذا تو دی وقت لمن الظالمین، خامخواست جمله ظالم است. شاید در جای مناسبش نگذاشتی، از حد تجاوز کرده ای. ای در تو را میگم دیوال تو بشنو. قطعی تو قرآن موجود است، اصل حقیقت موجود است. تبلیغاتی مردم تو را ورخطا نسازه و تابع از او نشوی. از او خاطر جوانا شما را میگیم این تبلیغات ها زیاد میشه. برای ازی که تحقیق بکنی که گپ به واقعیت برسانی، بگویی که والا این پیسه میایه، معاشا خیلی زیاد میایه، یک کمی معاش خو من بگیرم، یک چند وقت تشتیر کنم، یک چند وقت کمرای ما تیر کردی انشالله معاش میگیری. شکی در این نیست که معاش میگیری. خود چی رقم معاش میگیری؟ وقتی که به سنت عمل کردی انشالله عقیدت هم دیگه پخته میشه. خب صحیح، او الله خبرت چون عمل به سنت رسول الله انجام دادی، بگوی قبولم شده و الله ثوابم برات میده. و باز تبلیغات دشمنم برات افشا میشه. آلی میگه این قدر موترا را پیسش از کجا میکنه؟ خبر نداره که یک روز اینجا بیایه در ترجمه من بخیزه، باز از جیبی خود اینطور میزنه ولی کم است، نه سبا زیاد بیارم، سبا زیاد برم، سبا این روز 5000 است برش کم معلوم میشه، 10,000. مولی سبیره دمی برنامه بده، چرا میدی؟ خود درک کردی که اوه من خود بسیار مصارف کردم، سری بچه خاله خوردم، بچه عمه و دوست و عباس و یک قدر باد کردم که پرسان نکو، خو یک جایش برای من مناسب معلوم نشد غیر از این جای. یکی در این طور جای بدم که در اونجا درس قرآن میشه، مردم حقیقت دین آگاه میشه، پولی ما باید دیگه جای مصرف نشه، حتما در اینجا مصرف میشه. از این خاطر ما کدام از جای دیگه تمویل نمیشیم، کلش چنده و کمک و امدادی کیست؟ بگه دوستای مخلص ماست. الله در اولاد و در مال و در همه چیزش برکت بندازه، انشالله به جای نمیره، در جای درست مصرف میشه. باز تو مندازی، باز حقیقت برات منکشف میشه که پول سر ما از اسرائیل میاد یا نه که از بگویم بندگان مخلص الله متعال میاد، از کدامش میاد او باز برات واضح میشه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، کسانی که ما دادیم برشان کتاب. اهل کتاب دو قسم شد، یکی که برشان داده شده کتاب، داده شده ایمانا که دلشان نمیخواه، یک چیزی از علم برش حاصل است، او یکی است که ما دادیم کتاب و او سینهش فراخ است، سینهش انشراح کرده، خب پذیرفته، مردمای خوب در بینشان است. عبدالله ابن سلام، تمیم داری، عدی ابن حاتم رضی الله عنهم، کسیش از یهود کسیش از نصارا. الذين آتيناهم، کسانی که داده بودیم برشان الکتاب کتاب، یعرفونه میشناسه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا تحویل قبله را، اردوش لازم و ملزوم است. شناخت یکی مستلزم شناخت دیگه است. کما یعرفون ابناءهم، مثل که میشناسه اولادای خدا. عمر رضی الله عنه به عبدالله ابن سلام رضی الله عنه میفرماید ای عبدالله، الله خو میگه که شما پیغمبر توری میشناخته مثل اولادتان. گفت ای عمر بالله قسم، سر اولاد خود یقین و باوری قوی نداریم که مادرش خیانت شاید کرده باشه، چرا که ما تمام اوقات سر از او مراقب نیستیم. اما در مورد رسول الله اینمی قدر شک نداریم که از جانب کیست؟ الله متعال است. چرا؟ به خاطری که کدام صفتا، کدام حلیه، کدام اخلاق، کدام کرداری که
برای پیغمبر در کتابای ما ذکر شده کلش هو به هو در کی موجود است؟ در رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود است. ابناءهم، بچه های خدا میشناسه، امو رقم میشناسه، بچه های خدا. بچه خوب شناخته میشه، بچه را آدم بشناسه، ولی خب بچه ها شناخته نمیشه. و این فریقا منهم، یقینا یک جماعت از یا لیکتمون الحق، میپوشان حق واقعیت، و هم یعلمون، در حالی که میدانه که پوشاندن حق چقدر گناه بزرگ است. یک معنا. و هم یعلمون، در حالی که میدانه که امو اوصاف که در کتابا ذکر شده هو به هو در خود رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون کم و کاست مکمل موجود است. همه چیز وجود داره، خلی که نیا حقایق پنهان میکنه. حقایق پنهان کردن سبب گمراهی و دوپارچگی میشه. از او خاطر الله سرسختترین جزا را در او علمایی که کتمان حق میکنه برای از او مقرر کرد. کتمان حق امروز که اومد پرچه میشه، علمای ما کتمان حق میکنه. اگر علما کتمان حق نکنه، مردم در یک صف میایه، هیچ گپی نیست، پیرو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرقوارات خود به خود گم میشه، گم شده. الحمدلله امیالی خواهرای ما، برادرای ما حقیقت مذهب درک کردن، فهمیدن. یک خواهر الحمدلله زنگ زده بود، امیالی هم شاید در درس موجود باشه، و میگه من اهل تشیع بودم، الحمدلله الله سرم رحم کرده، لیکن در مورد مذهب در تردد بودم که چطور گپ است. تا که شما اینجا بیان کردی، عالی حقیقت آشنا شدم، واقعیت فهمیدم که مذهب راه و روش کیست؟ روش رسول الله است. الحق من ربک، از کجا میشنویم که روش رسول الله حق است؟ دیگران است. الحق، حق امور میگه که من ربک، از جانب پروردگار باشه. حقی را میگه، حق را میگه که از جانب کی باشه؟ از جانب پروردگار. دو چیز داریم، یکی قرآن، یکی حدیث. قرآن داریم به خاطر که الله مستقیم نازل کرده، سخن و کلام کیست؟ الله متعال است. حدیث داریم به خاطر که الله فرموده و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر از خود سخن نمیگه مگر وحی است که برش کرده شده، خو خفی علنی نه که جبریل امین برش بیان کرده باشه. الله در قلب پیغمبر انداخته او سخنه. حق کدام است؟ الله برات میگه، حقی را میگه من ربک، که از جانب کی باشه؟ پروردگار. از جانب پروردگار دو چیز است. فلا تکونن من الممترین. آلی در دلت وسوسه پیدا میشه که وی قیاس چطور شوه، اجماع چطور شوه. ترا خو فریب میده باز مولا، وی این مردما دلایل 4 است، 4 کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع اومد، قیاس. اون روز که وکیل صاحب اینجا 6 نه کجا شد؟ نامده امروز. وکیل صاحب چی نام داره؟ لنگ موسی. وکیل موسی نامده امروز. ایرا جریمه کنی، غیر حاضر است، یقین بکن. ایرا باید جریمه کنی. میگه معاذ رضی الله عنه را کی روان میکرد، حدیث برام بیار سندش. بعد از او باز یکی دلایل اثبات است، یکی اظهار. قرآن و حدیث دلایل اثبات است، دلایل اثبات دیگه چیز نیست. اجماع و قیاس ظاهر میکنه او دلیل در قرآن و حدیث میباشه. اینطور است. قرآن برات میگه، از او خاطر پشتی سر برات میگه فلا تکونن من الممترین. نشوی از شک کننده. شما شک میکنی قیاس اجماع چی رقم شوه؟ پیش ما بیا که برات بگم او را آشنا شوی، گپیت برات واضح شوه. شک و تردد نکو، حق امروز که از طرف الله باشه، قرآن و حدیث. دوم ترجمه الحق من ربک، امی تحویل قبله، یعنی فرمان گردانیدن قبله ثابت است. من ربک، از جانب پروردگاریت است. تبلیغات و هیاهوی دشمنا سر شما تاثیر نکنه که شما متردد شوی. فلا تکونن من الممترین، مخاطب در تردد و شک واقع نشوی. چرا این واقعیت داره از جانب الله حکمش آمده که از جانب الله آمد، مردم قال مقال کنه، هیاهوی کنه، تو متردد نشوی. تو که دلیل از قرآن و حدیث پذیرفتی، بان که مردم تو را میگه کی فعل یهودا میکنه، فعل نصارا را میکنه، بگو یا برد حالی با گفتن از فعل تو یهود میشه، نصارا میشه؟ نمیشه. ولکل وجهة هو مولیها، ولکل وجهة. خب رکن پورا شده و وقتم کم مونده، خواهرها امتحان داره، 8 بجه باید بند کنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.